کتاب شرق و رنسانس، نگارش علیرضا غلامی، نشر آوای بوف، فایل ششم، گویش عیسی. avayaboof.com. جریان مستعمرگیری کشورهای اروپایی. توجه داشته باشید که دولت‌های مختلف اروپایی برای به دست آوردن اموال و منابع کشورهای دیگر یا برای زیر سلطه بردن مناطق مختلفی از آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین با یکدیگر به رقابت شدید می‌پرداختند. اروپاییان تلاش می‌کردند در مستعمره‌سازی کشورهای دوردست از یکدیگر سبقت بگیرند و در بسیاری از موارد همین رقابت برای تصاحب مستعمرات بیشتر به آغاز جنگ میان خود کشورهای اروپایی منجر میشد. این جنگ‌ها درون قاره اروپا باعث کشته شدن هزاران نفر از مردمان خودشان شد، مانند جنگ‌های میان فرانسه و انگلیس، فرانسه و ایتالیا، اسپانیا و ایتالیا، پروس با همسایگان اروپایی خود و نمونه‌های فراوان دیگر. در برخی موارد دامنه این جنگ‌ها آنقدر گسترده شد که به سراسر جهان کشیده شد و به نام جنگ‌های جهانی شناخته شدند. جنگ جهانی اول و دوم از اروپا آغاز شد و به تمام نقاط جهان گسترش یافت و تأثیرات عمیق و ویرانگری بر مردمان شرق و غرب جهان بر جای گذاشت. در اینجا باید بررسی کرد که چرا اروپاییان با وجود آنکه در دوران رنسانس پرچم انسانگرایی را برافراشتند، در عمل انسانگرایی در این قاره نسبت به بسیاری از جوامع دیگر جهان کمرنگتر شد. جای خود را به خود برتری طلبی داد. آنان با وجود پیشرفت‌های عظیم علمی و صنعتی، ابزارهای جنگی مدرن و مرگباری ساختند که به نابودی شمار زیادی از انسانها انجامید و حتی فراتر از آن تلاش کردند نسل‌هایی را به طور کامل از روی زمین حذف کنند. برای نمونه در جنگ جهانی دوم، برای مشروعیت بخشیدن به آن جنگ وحشیانه در میان مردمان مسیحی اروپا، این ادعا مطرح شد که به دلیل به صلیب کشیده شدن عیسی باید نسل یهودیان مجازات و نابود شود. عجیب آن که کلیساها و مسیحیان رسمی تاکنون این اقدام آشکار ضد انسانی علیه یهودیان را به طور جدی محکوم و رد نکردند. میتوان گفت که اروپاییان برای منافع شخصی و اقتصادی چشم خود را بر انسانگرایی بستند و به سوی سودآوری بیشتر برای کشورهای خود حرکت کردند. آنان از دانشی که در دوران طلایی رنسانس و عصر روشنگری بنیان گذاشته بودند، به جای بهبود زندگی انسانها برای ساخت ابزارهای کشتار جمعی استفاده کردند تا در جنگ‌های خشونتبار هر طرف بتواند تعداد بیشتری از انسانها را نابود کند. هرچند برخی از این فناوری‌ها مانند صنعت چاپ، باروت و کاغذ پیش از اروپا در شرق شناخته شده بودند، اما شرقیان از آنها برای کشتار جمعی استفاده نکردند، بلکه بیشتر برای تسهیل زندگی انسانها به کار بردند. تقریباً بیشتر کشورهای اروپایی در گوشه و کنار تمدن‌های کهن جهان کشوری یا سرزمینی را به عنوان مستعمره تحت سلطه خود داشتند. هدف اصلی از این کار استخراج و غارت سرمایه‌ها و منابع مردمان آن سرزمین‌ها به نفع کشورهای استعمارگر بود. برای مثال، زمانی که اسپانیا با زر و حیله و با تحمیل دین برخی کشورهای آمریکای لاتین را مستعمره خود کرد، صدها تن طلا از آن سرزمین‌ها غارت شد و برای ساخت کلیساهای باشکوه در اروپا به کار رفت. آیا این نوع غارت سازمان یافته هیچ نشانی از احترام به حقوق انسانی مردمان دیگر دارد؟ حتی در اروپای معاصر نیز احزاب راستگرا و مبتنی بر خودبرتری
جایگاه قابل توجهی در میان این جوامع دارند. این احزاب اغلب از حمایت بالای مردمی برخوردارند و در انتخابات داخلی رأی‌های قابل توجهی به دست می‌آورند. احزاب راست افراطی که بر برتری مردمان اروپا تاکید می‌کنند، در بسیاری از کشورها با رأی مردم به قدرت می‌رسند و حاکمیت سیاسی را در دست می‌گیرند. بیشتر این احزاب بر این باورند که مردمان اروپا در جهان برترند و انسانها به صورت طبقاتی و درجه‌بندی شده نگاه می‌کنند. باید گفت که این نگرش هم در میان مردم و هم در سیاست اروپا به وضوح قابل مشاهده است. اگر در این نوع دیدگاه تغییری اساسی ایجاد نشود، این احتمال وجود دارد که بار دیگر از قاره اروپا بحران‌ها و فاجعه‌های جبران ناپذیر برای مردمان جهان پدید آید. وقتی به اعمال و سیاست‌های کشورهای اروپایی در قبال دیگر مردمان جهان می‌نگریم، حتی در رفتار و تصمیم گیری های سیاستمداران این کشورها نیز میتوان تمایز و تفاوت‌گذاری میان انسانها را مشاهده کرد. این رویکرد تبعیض‌آمیز تا امروز بر امنیت شهروندان و به ویژه مهاجران در بسیاری از کشورهای اروپایی تأثیر گذاشته است. برای مثال، هر از گاهی خبرهایی شنیده می شود که در یکی از کشورهای اروپایی فردی با انگیزه‌های نژاد پرستانه یا ضد مهاجران دست به اسلحه برده و تعدادی از مهاجران را کشته یا زخمی کرده است. ریشه چنین وقایع تلخی را باید در سیاست‌ها و تفکرات مبتنی بر خودبرتربینی آنان دانست. باید یادآور شد که هدف اصلی دوره رنسانس اروپا انسانگرایی بود، نه برتری دادن گروهی از انسانها بر گروهی دیگر. با این حال با نگاهی به وضعیت کنونی کشورهای اروپایی میتوان اقرار کرد که مدت زیادی پس از رنسانس نگذشت که هدف اصلی آن در میان بخش قابل توجهی از جوامع اروپایی کمرنگ شد و جای خود را به نگرش‌های برتری جویانه داد. پس از رنسانس دوران روشنگری در قرن 17 میلادی آغاز شد و تقریباً تا پایان قرن 18 ادامه یافت. در کنار اومانیسم، یکی از نخستین ایدئولوژی هایی که در این دوره مطرح شد با اندیشه های رن دکارت به جامعه اروپا معرفی می شود. ایدئولوژی که بعدها به نام لیبرالیسم شناخته شد. در این نوع نگاه بیش از هر چیز بر فردیت و آزادی های فردی تاکید می شد، در حالی که در قرون وسطی تاکید اصلی بر جمع و اطاعت از ساختارهای مذهبی و اقتدار کلیسا بود. بخش 8: تأثیرات تمدن و فرهنگ. با توجه به وجود عرفان و فلسفه با سابقه عمیق و تاریخی در فرهنگ و تمدن شرق که در تعالیم خود همواره بر احترام به انسان و جایگاه والای او تاکید داشته‌اند و آن را اساس شکل‌گیری یک جامعه سالم می‌دانستند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا باز هم می‌توان گفت مردمان شرق با چنین نگاهی به انسان در فرهنگ و تمدن خود نیازمند نوعی رنسانس به سبک اروپایی بودند؟ به نظر می‌رسد که چنین نبوده است. این مردمان احترام به هم نوع خود را به صورت پیوسته و بدون گسست از ریشه‌های تاریخی تمدنشان حتی تا به امروز حفظ کردند. در مقابل چنین نگاه انسانی را نمیتوان به همان شکل در میان مردمان اروپا مشاهده کرد، زیرا اروپاییان به دلیل حاکمیت کلیسا به مدت حدود 1000 سال از روند طبیعی تکامل و پیشرفت اجتماعی انسانها جدا شدند. هرچند آنان بعدها توانستند در عرصه علم و فلسفه به پیشرفت‌های بسیار تاثیرگذاری دست یابند، اما باید توجه داشت که روابط اجتماعی آنان به شدت تحت تاثیر آموزش‌های کلیسا در آن دوره 1000 ساله و همچنین سیاست‌های مستعمره‌گیری پس از عصر روشنگری قرار گرفته است.
وقتی اروپاییان به سوی علم و فلسفه بازگشتند، دریافتند که برای آغاز دوباره ناچارند از نقطه‌ای مشخص شروع کنند. از آنجا که در دوره 1000 ساله حاکمیت کلیسا دستاورد قابل اتکایی وجود نداشت که بتوان بر اساس آن مسیری منطقی را ادامه داد، مجبور شدند برای زایش دوباره علم، فرهنگ و روابط اجتماعی خود به عقب بازگردند و به دوران باستانشان رجوع کنند. در حوزه علم و پیشرفت‌های علمی شاید بتوان با تلاش و سخت کوشی بخشی از زمان از دست رفته را جبران کرد، اما در فرهنگ اجتماعی و روابط انسانی به دلیل تغییر نسل‌ها و گذشت زمان طولانی که در آن دین مسیر طبیعی رشد اجتماعی را متوقف کرده بود، بازگرداندن آن زمان ممکن نیست. اروپاییان نمی توانستند دوباره به طور کامل به فرهنگ اجتماعی و آیین‌های باستانی خود بازگردند، زیرا پس از گذشت 10 قرن روابط اجتماعی دیگر جوامع انسانی نیز متحول شده بود و بازگشت کامل به گذشته با واقعیت‌های زمانه همخوانی نداشت. با این همه باید اذعان کرد که آموزش‌های کلیسا اثر عمیق خود را در دوران حاکمیت مطلق بر رفتار و روابط اجتماعی مردمان اروپا بر جای گذاشت. یکی از نمونه‌های بارز آن یهودی ستیزی بود، آموزه‌ای که هنوز هم میتوان آثار آن را در میان برخی از مسیحیان معتقد مشاهده کرد، یعنی نوعی تنفر نسبت به انسان‌هایی که دین یهودیت یا دیگر آیین‌ها را پذیرفته‌اند. کلیسا این نفرت از غیر مسیحیان را به صورت یکی از احکام دینی خود درآورده بود. اذیت و آزار یهودیان در جوامعی که قدرت در دست مسیحیان بود و نیز تنفر عمومی مردم اروپا نسبت به غیر مسیحیان نتیجه مستقیم آموزش‌های طولانی مدت کلیساست. آموزش‌هایی که یهودیان را دشمن معرفی می‌کرد و سایر ادیان را ناحق می‌دانست. مسیحیت با تبلیغات گسترده دین خود را حق مطلق و پیروانش را برتر از پیروان سایر اندیشه‌ها و ادیان معرفی می‌کرد. بدین ترتیب این نوع نگاه کلیسا به پیروان عیسی به تدریج به شکل نوعی خودبرتری در فرهنگ عمومی مردم اروپا نهادینه شد. این نوع نگرش اشتباه، یعنی طبقه بندی انسانها بر اساس ایدئولوژی و تقسیم آنان به برتر و پستر، عاملی مهم در شکل‌گیری استعمار و غارت منابع مردمان سایر مناطق جهان شد. همین فرهنگ تا امروز نیز در سیاست‌های اروپایی تاثیرگذار بوده و مشکلات گسترده‌ای را برای مردمان جهان به وجود آورده است. اما این دیدگاه چگونه توانست به تدریج به یک فرهنگ در میان مردمان اروپا تبدیل شود؟ برای پاسخ باید کمی به عقب بازگردیم. حتی میتوان این ادعا را مطرح کرد که یکی از ریشه‌های اصلی بسیاری از بحران‌های دنیای کنونی دقیقاً از همان مقطع تاریخی آغاز شده است. برای نخستین بار پاپ اوربان دوم به عنوان قدرتمندترین چهره اروپا در یک سخنرانی آتشین از مسیحیان اروپایی خواست و به آنها گفت که ما به عنوان پیروان عیسی مسیح وظیفه الهی بر دوش داریم. ما برترین مردم هستیم و دیگران مشرکند. پس باید سرزمین‌های خاورمیانه به ویژه مناطق ثروتمند آن از دست دشمنان خارج و تحت حاکمیت خود درآوریم. این سخنرانی در سال 1095 میلادی جرقه آغاز جنگ‌های صلیبی را زد. جنگ‌هایی که نزدیک به 400 سال میان مسلمانان و مسیحیان ادامه یافت. در میان مردمان مسیحی اروپا چه پیش از جنگ جهانی دوم و چه پس از آن میتوان رد این دشمنسازی ایدئولوژیک را به وضوح دید. در واقع آنچه در این جنگ‌ها رخ داد بیش و پیش از آنکه نزاعی سیاسی باشد، دشمنی انسان با انسان بود.
دشمنی که ادیان ابراهیمی به شدت به آن دامن زدند، وگرنه چگونه ممکن است انسانی بدون چنین قالب‌های فکری مرتکب آن همه رفتارهای خشونتبار و ضد انسانی در برابر هم نوع خود شود؟ این سطح از خشونت بیش از هر چیز حاصل نفوذ ایدئولوژی و دین در ذهن انسان هاست. ایدئولوژی که با ورود به ذهن ارزش‌ها و مرزهای اخلاقی را مطابق خواست خود باز تعریف می‌کند. در وضعیت عادی هیچ موجود زنده‌ای چنین بیرحمانه با هم نوع خود رفتار نمی‌کند، اما در جنگ جهانی دوم دیدیم که سربازان اروپایی تحت فرمان مافوق و با توجیه‌های ایدئولوژیک چنان عمل می‌کردند که گویی به طور کامل از انسانیت تهی شدند. آنچه اروپاییان در جنگ جهانی دوم مرتکب شدند لکه‌ای ننگین بر تاریخ بشریت است و تنها با تبلیغات ایدئولوژیک و دینی میتوان چنین حجم عظیمی از نفرت را در دل انسانها کاشت. در جنگ جهانی دوم مردمان اروپا عملاً از عصر بنیادین انسانگرایی دوره رنسانس فاصله گرفتند و آن را به کلی فراموش کردند. در همان دوران بود که میشد به روشنی پوچی بسیاری از ادعاهای ادیان ابراهیمی را مشاهده کرد. این ادیان قرنها مدعی بودند که احکامشان برای رستگاری انسان بر زمین نازل شده است، اما در عمل هر سه دین با خدایی مشترک درگیر جنگ‌های خونین با یکدیگر بودند و هر کدام در پی نابودی دیگری و گسترش سلطه خود، عمدتاً به خاطر منافع اقتصادی و قدرت سیاسی. انسانگرایی که در آغاز رنسانس اروپا همچون موتور محرک فکری جامعه عمل می‌کرد، قرار بود ابزار مقابله مردم با حاکمیت مطلق کلیسا باشد. این اصل هرچند به زیباترین شکل ممکن روی کاغذ نوشته شد، اما متاسفانه هرگز نتوانست جایگاه محکمی در فرهنگ اجتماعی مردم اروپا پیدا کند. حس خودبرتری که ریشه در آموزه‌های دینی و تاریخی داشت، همچنان در لایه‌های مختلف جوامع اروپایی باقی ماند و حتی امروز نیز میتوان نشانه‌های آن را مشاهده کرد. در زمان حاضر لازم است همواره به مردم اروپا یادآوری شود که انسانگرایی اصلی ترین خواست رنسانس بود، اما واقعیت این است که اراده جمعی برای شنیدن و بازخوانی دوباره آن وجود ندارد. در شرق این موضوع وضعیت متفاوتی دارد. پیش از ظهور ادیان ابراهیمی تمدن‌های انسانی در شرق شکل گرفته بودند. خود تمدن یکی از پایه‌های اصلی تکامل اجتماعی انسان است. وجود زندگی روستایی و شهری، قوانین اجتماعی و ساختارهای فرهنگی در تمدن‌های شرقی زمین ساز ظهور اندیشه‌ها و بعدها ادیان مختلف شد. ادیانی که اغلب برای در دست گرفتن قدرت بر جوامع پدید آمدند. با این حال باید صادقانه اذعان کرد که شرق نیز یک مشکل تاریخی و بنیادین دارد. مردمان شرق نیازمند بازنگری و اصلاح در بخشی از فرهنگ و عادات تاریخی خود هستند. آن بخش‌هایی که با دنیای امروز همخوانی ندارند. برخی احکام و عادات دینی چنان در فرهنگ اجتماعی نفوذ کردند که نه تنها سودی برای جامعه ندارند، بلکه موجب رکود، دستبستگی و ناتوانی اجتماعی مردم شدند. این دسته از باورها و رفتارها که دیگر کارکرد مثبتی ندارند باید کنار گذاشته شوند. هر عادت، هر سنت و حتی هر عنصر فرهنگی عمر مصرفی دارد. فرهنگ نیز همانند علم و فناوری نیازمند نوسازی است، زیرا تکامل انسانی همواره رو به جلو و همگام با زمان حرکت می کند. البته این سخن به هیچ وجه به معنای فراموش کردن تاریخ یا بی‌ارزش شمردن ریشه های فرهنگی نیست، بلکه به معنای آگاهی از این واقعیت است که احترام به گذشته نباید مانعی برای اصلاح
بازاندیشی و حرکت رو به آینده باشد. تمام ادیان، عرفان و حتی صوفیگری، هرچند افرادی مانند احمد کسروی معتقد بودند که صوفیگری از یونان و توسط افلاطونیان یونانی معرفی شده است، اما در مقابل محمد امینی، منتقد و مفسر آثار کسروی، بر این باور است که سرچشمه‌های عرفان و صوفیگری به هند و ایران باز می‌گردد و افلاطونیان این مفاهیم را از فرهنگ شرق اقتباس کردند. او توانسته نشان دهد که عرفان و صوفیگری از شرق به جهان معرفی شدند. در مناطق مختلف شرق، عرفان در برخی نواحی جدا از ادیان و در برخی دیگر در کنار ادیان به مردم عرضه شده است. نکته مهم آن است که قدمت عرفان و صوفیگری در شرق به پیش از ظهور ادیان ابراهیمی باز می‌گردد. عرفان به عنوان راهی برای تزکیه نفس در میان مردمان شرق جایگاه ویژه‌ای داشت. انسان‌ها با دوری از تجمل‌گرایی و اسراف و با سپری کردن زندگی در خدمت مردم و جامعه به سوی عرفان گرایش پیدا می‌کردند. عارفان می‌کوشیدند انسان‌هایی بهتر و شایسته‌تر در میان جامعه انسانی باشند. میتوان گفت ادیان در بستر تمدن و فرهنگ شرق و برای به دست آوردن قدرت بر چنین جوامعی شکل گرفتند. برای نخستین بار مفهوم تک خدایی و تمرکز قدرت مطلق جهان در دست یک خدا از شرق برخاست. به همین دلیل در دوره‌های مختلف افرادی از میان مردم خود را به عنوان رابط میان انسانها و آن خدای آسمانی معرفی کردند و کوشیدند قدرت انحصاری زمین و جامعه را در دست بگیرند. هر آنچه آنان برای مردم تعیین می‌کردند به عنوان قانون الهی معرفی می‌شد. قوانینی که ادعا می‌شد مستقیما از سوی آن خدای آسمانی صادر شدند. این فرایند به گونه‌ای پیش می‌رفت که تنها یک پیامبر در زمان و مکان مشخص مدعی ارتباط با آن خدای فرضی می‌شد و گفته‌های او ثبت و به نسل‌های بعد منتقل می‌گردید تا به صورت باوری فراگیر در جغرافیای گسترده‌تر رواج یابد. در این مسیر سودجویان قدرت طلب برای حفظ و گسترش نفوذ خود از هر ابزاری استفاده کردند. تبلیغات دروغین، ترویج خرافه، کشتار و شکنجه، زندان، جنگ‌های ویرانگر و گسترش جهل و نادانی در میان مردم. آنان اجازه ندادند آموزه‌های اولیه کمرنگ یا به چالش کشیده شود. برای نمونه اگر به فتاوا و رفتار آخوندها در چند قرن اخیر بنگریم، می‌بینیم که بخش عمده تلاش آنان بر پایه اعتقاداتشان ترویج جهل و خرافه بوده است. آنان با هر پدیده نو و مدرنی که در پیشرفت بشریت نقشی اساسی داشت ابتدا مخالفت کردند. از مدرسه و آموزش نوین گرفته تا برق، علم، بانک و دیگر دستاوردهای مدرن، تنها حوزه‌ای که همواره با آن مشکلی نداشتند صنعت اسلحه سازی بود که در آن همواره تلاش کردند به پیشرفته ترین ابزارهای کشتار دست یابند. این رفتار تصادفی نیست. وقتی فرد یا گروهی می‌کوشد با زور اسلحه اندیشه خود را اثبات کند، می‌توان اطمینان داشت که آن اندیشه از پشتوانه منطقی و انسانی برخوردار نیست. در میان این همه علم و فلسفه، تمرکز صرف بر سلاح گویای ضعف بنیادین آن تفکر است. این نگاه از همان آغاز شکل‌گیری ادیان وجود داشته است. آن زمان نیز تلاش برای دستیابی به فلزات آبدیده و ساخت شمشیرهای مقاومتر در اولویت قرار داشت، زیرا در تاریخ ادیان همواره اسلحه ابزار اثبات اندیشه ها بوده است، نه گفتگو و کلام انسانی. به سیر گسترش هر سه دین ابراهیمی بنگرید، هیچ یک از طریق اقناع فکری و گفتگوی آزاد رواج نیافتند، بلکه با اجبار، خشونت و جنایت علیه انسانها گسترش پیدا کردند.
و تا امروز نیز از همان شیوه های ابتدایی بهره میبرند. وضعیت رژیمی مانند ایران نمونه روشنی از این واقعیت است. برای دستیابی به سلاح اتمی چه میزان از سرمایه ملی را به هدر دادند؟ اگر این نظام‌ها واقعاً سخن منطقی و قابل دفاعی برای جهان داشتند، با بیان آن میتوانستند جایگاه خود را در میان مردم جهان پیدا کنند و طرفداران بیشتری جذب نمایند. اما درست برعکس، تقریباً تمام مناطقی که درگیر سیاست دینی هستند در پی رهایی از این معضلند. به وضعیت اعتقادی مردم جهان نسبت به ادیان بنگرید. شمار زیادی از افراد آشکارا بیدینی خود را اعلام می‌کنند، زیرا دین نتوانسته مسائل زندگی انسان معاصر را درک و حل کند. اگر ادیان به جای توسل به رعب، وحشت و خشونت برای بقا خود را کنار می‌کشیدند و در برابر موتور محرک علم و پیشرفت مقاومت نمی‌کردند، شاید تصویر بهتری از خود در حافظه تاریخی بشر بر جای می‌گذاشتند. در آن صورت مردم می‌توانستند بگویند دین در دوره‌ای از تاریخ تا حدی در ایجاد نظم اجتماعی نقش داشته است. چنین سرنوشتی بی تردید برای رهبران ادیان شرافتمندانه تر بود تا آنکه با رفتارهای نابخردانه و خشونتبار تنها بکوشند عمر ایدئولوژی خود را اندکی طولانی تر کنند. به موضوع دیگر می‌پردازیم. اگر به قصه‌های تاریخی و اسطوره‌های ملت‌های مختلف شرق دقت کنید، تقریباً در همه آنها از فردی سخن گفته می‌شود که روزی به عنوان قهرمان یا نجات دهنده ظهور خواهد کرد. همانطور که می‌دانید این گونه روایت‌ها هنوز هم در تمام ادیان شرقی مطرحند و به عنوان یکی از اصول اساسی ادیان شناخته می‌شوند. ادیان همواره به مردم وعده منجی دادند. تقریباً در تمام داستان‌هایی که از شکایت مردم از جور زمانه یا ستم زورگویان در دوره‌های مختلف سخن گفته می‌شود، ادعای آمدن یک قهرمان یا نجات دهنده بخشی جدایی ناپذیر از این روایت هاست. چنین داستان‌هایی در فرهنگ مردمان شرق زمینه‌ای فراهم کرد تا ادیان ابراهیمی که همگی از شرق سر برآورده‌اند از این قصه های کهن بهره ببرند و وعده نجات دهنده را چاشنی دین خود کنند تا به مردم امید بدهند. از آنجا که گوش مردمان شرق از کودکی با این گونه داستانها آشنا بود، ساختن یک باور دینی واقعی بر پایه چنین روایت‌هایی برای قصه گویان دینی کار دشواری نبود. از دل همین داستان‌ها بود که در دوره‌هایی از تاریخ افرادی در قالب پیامبر یا منجی خود را به مردم معرفی می‌کردند و وعده نجات انسان را می‌دادند. همان کسانی که خود را پیامبر و آورنده دین معرفی می‌کردند این بشارت را نیز می‌دادند که در نهایت در آیین آنان فرد دیگری به عنوان نجات دهنده خواهد آمد. این در انتظار نگاه داشتن مردم خود زمینه ساز شکل‌گیری گروهی از کاسبان دینی شد که در قالب ادامه دهندگان راه پیامبران و با در اختیار داشتن نفوذ و قدرت اجازه ندادند منافع اقتصادی و جایگاه اجتماعیشان به خطر بیفتد. پیامبران در قالب رهبران اجتماعی دیدگاه‌ها و نظرات خود را که آنها را منتسب به خدای آسمانی می‌کردند برای حل مسائل اجتماعی دوره خاص با مردم در میان می‌گذاشتند. آنها نظریات خود را بر پایه ادعای اتصال به منبعی مطرح می‌کردند که همواره در طول تاریخ بشر با شک و تردید همراه بوده است. با این حال باید پذیرفت که برخی از کارهای کسانی که خود را پیامبر می‌نامیدند در زمان و جغرافیای خاص خود می‌توانست برای کمک به مردم آن دوره مفید باشد، وگرنه هیچ انسان متمدنی نمی‌توانست سخنان آنان را بپذیرد. اگر بعضی از روایت‌های مربوط به دوره‌هایی که به ظهور پیامبری منجر شده‌اند
واقعی فرض کنیم، میتوان گفت برخی از اقدامات آنان برای مردم زمان خود بجا بوده است، اما نباید این باور را پذیرفت که آن اقدامات برای انسان در تمام اعصار ضروری و لازم الاجرا هستند. برای نمونه داستان پیامبر یهودیت که برای نجات قومی از همگسیختگی و تفرقه پس از مهاجرت روایت می شود، در آن زمان می توانسته ایده‌ای مثبت باشد. اگر این روایت را واقعی بدانیم، یا داستان عیسی در مسیحیت که گفته می شود در دوره‌ای با شدت گرفتن اختلافات طبقاتی میان فقیر و غنی مطرح شده، می توان دریافت که برخی از آموزه‌های او در همان شرایط زمانی قابل دفاع بودند. همچنین داستان پیامبر اسلام آنگونه که فقط در منابع اسلامی نقل شده، اگر راست یا دروغ باشد، چنین تصویر می شود که اعراب بیابان نشین آن دوره با قتل، غارت و تجاوز در قالب قبایل پراکنده زندگی می کردند. اگر چنین شرایطی وجود داشته، ظهور فردی به نام محمد یا منجی در قالب قهرمان با ارائه آموزه‌های دینی توانسته بخشی از رفتارهای منفی جامعه عرب آن زمان را مهار کند. اما نباید فراموش کرد که تمام این روایت‌های تاریخی ادیان از طریق پیروان همان ادیان به مردم منتقل شدند. برای مثال درباره عربستان و فرهنگ اجتماعی مردم آن سرزمین، هر آنچه تاکنون شنیده‌ایم عمدتاً از منابع اسلامی آمده است، منابعی که کوشیدند آغاز اسلام را برابر با آغاز تمدن عرب معرفی کنند، در حالی که این ادعا نادرست است. اعراب پیش از اسلام نیز مردمانی با سطحی از تمدن و آشنایی با فرهنگ‌های پیرامون خود بودند. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که شرق به واسطه سرزمین‌های حاصلخیز و آب و هوای مناسب برای کشاورزی معمولا مشکل جدی در تأمین غذا نداشت. مردم این مناطق در فصل کاشت به سختی کار می‌کردند، در فصل برداشت محصول را جمع‌آوری می‌کردند و برای فصل سرد سال ذخیره می‌نمودند. از آنجا که در زمستان امکان کار کشاورزی وجود نداشت و اوقات فراغت بیشتری ایجاد می‌شد، رسم بر این بود که مردم شرق در این فصل به تزکیه نفس بپردازند. در همین دوره‌ها بود که شرقیان به عرفان گرایش پیدا کردند. شاید بتوان گفت وجود چنین شرایطی در پیشینه تاریخی مردمان شرق از عوامل شکل‌گیری تمدن در این مناطق بوده است. هنوز هم در فرهنگ این مردمان اخلاق مداری جایگاه ویژه‌ای دارد و این آموزه‌های اجتماعی اغلب در قالب قصه و روایت به نسل‌های جوانتر منتقل می شود. باید همواره این جمله فیلسوف و تاریخ نگار برجسته آمریکایی ویل دورانت را به خاطر داشت که به درستی در تاریخ تمدن در جلد اول مطرح می کند. او می گوید دروازه تمدن را باید در شرق جستجو کرد. با توجه به سابقه تمدن اجتماعی و نیز فلسفه و انسانگرایی فیلسوفان و عارفان برجسته‌ای که از شرق سر برآوردند، اندیشمندانی که بخش بزرگی از آموزه‌هایشان بر احترام به انسان، طبیعت، خانواده و جایگاه بزرگان جامعه استوار بود، میتوان دریافت که در بسیاری از این تعالیم محور اصلی بر خودسازی انسان تاکید داشته است. مردمان شرق برای آموختن زیستن درست در جامعه و تلاش برای تبدیل شدن به انسانی مفیدتر و اخلاقی‌تر به دنبال عارفان و فیلسوفانی می‌رفتند که راه و رسم تزکیه نفس را آموزش می‌دادند. از آنجا که این آموزه‌ها نوعی نگاه متعادل و انسانی به زندگی ترویج می‌کرد که به سلامت جامعه می‌انجامید، هر فرد می‌کوشید با یاری گرفتن از عرفان یا فلسفه آن انسانی بهتر در میان مردم جامعه خود باشد
به همین دلیل با وجود میل و اشتیاق گسترده به خودسازی در میان مردمان شرق، مسئله انسانگرایی در بافت اجتماعی آنان کمتر به عنوان یک بحران احساس می‌شد. با این حال همچون همه جوامع بشری، در شرق نیز افرادی به صورت فردی یا جمعی وجود داشتند که می‌کوشیدند دیدگاهی یکسویه را بر جامعه تحمیل کنند و قدرت را به شکلی انحصاری در دست بگیرند، اما غالباً با مقاومت‌های مردمی روبرو می‌شوند. چنین نمونه‌هایی در تاریخ کم نیست، مانند چنگیزخان یا تیمور لنگ که با جنگ و خونریزی بسیار به قدرت رسیدند، اما دوام حکومتشان طولانی نبود. چنگیز حدود 21 سال و تیمور لنگ نزدیک به 35 سال حکومت کرد. با این همه حتی حکومت‌های خونبار آنان را نیز نمی‌توان با دوران حاکمیت کلیسا در اروپا مقایسه کرد، چرا که پس از یورش‌های اولیه و تسلط بر سرزمین‌ها دست کم می‌کوشیدند نوعی ثبات نسبی در مناطق تحت سلطه ایجاد کنند. در مقابل کلیساییان هر زمان که به منابع مالی نیاز داشتند، با حیله تازه فشار را بر مردم افزایش می‌دادند و اندوخته‌های زندگی آنان را از چنگشان بیرون می‌کشیدند. تمام ایدئولوژی‌هایی که از شرق سر برآوردند، کوشیدند برای پرسش‌های بنیادین انسان درباره زندگی داستانی قابل قبول ارائه دهند تا مردم با شنیدن آن به آنان گرایش پیدا کنند. از همین رو ادیان نیز روایت‌هایی درباره معنا و هدف زندگی انسان بر روی زمین عرضه کردند. باید توجه داشت ادیانی که بیشترین پیروان را در جهان دارند، به ویژه ادیان ابراهیمی، هر یک تعبیری خاص از هدف زندگی بشری ارائه دادند که ریشه در قصه ها و فرهنگ های کهن شرق دارد. هر دین همچنین تفسیری جذابتر از زندگی پس از مرگ ارائه می کرد تا بتواند انسانهای بیشتری را با خود و با آموزه های پیامبرش همراه سازد. اگر مردمی به تمدن برسند اما برای حفظ و پاسداری اصولی از آن تلاش نکنند، در معرض یورش قبایل یا گروه‌های غیر متمدن برای تصاحب دارایی‌ها قرار می‌گیرند و نتیجهش جنگ و ویرانی تمدن خواهد بود. همان گونه که بارها در تاریخ تمدن‌های پیشرفته به دست قبایل وحشی یا نیمه وحشی نابود شدند. از سوی دیگر حتی اگر جوامع متمدن بتوانند این خطرات بیرونی را دفع کنند، همچنان سودجویانی در قالب دین یا ایدئولوژی ظهور می‌کنند که از همان مردم بیشترین بهره برداری را می‌برند. درست همان گونه که کلیسا در قرون وسطی با مردم اروپا کرد، یا آنچه در دوران سیاه حاکمیت کمونیستی در شوروی سابق رخ داد. این دو جوامع انسانی باید همواره هوشیار باشند، زیرا نهادهایی چون کنیسه، کلیسا، مسجد و نظایر آن زمانی که به ابزار قدرت طلبی تبدیل می شوند، می توانند به منابع اصلی پیشرفت انسان در عرصه علم و فلسفه غیر ایدئولوژیک بدل شوند. تاریخ قرون وسطی اروپا گواه روشنی است. هنگامی که کلیساییان زمام حکومت را در دست داشتند، روند تکاملی تمدن انسانی را سد کردند و کوشیدند احکام دینی عقب مانده خود را جایگزین مسیر رو به پیشرفت جامعه کنند. در آن 1000 سال تسلط کلیسا و مردم اروپا، سختی‌های بیشماری بر آنان گذشت، تا آنجا که میتوان گفت همین آیین مسیحیت حاکم با قوانین به شدت واپسگرایانش موجب شد اروپا دچار نوعی عقبگرد 1000 ساله شود، عقبگردی که پیامدهای آن تا قرنها بعد نیز بر زندگی، فرهنگ و روابط اجتماعی مردمان این قاره سایه افکند. مردم اروپا به سبب نوع سیاست‌های کلیسا در اداره جامعه دچار انواع بیماری‌های گوناگون می‌شدند، بیماری‌هایی که بر اثر آنها شمار زیادی از مردم در سنین پایین جان خود را از دست می‌دادند. مرگ و میر ناشی از این بیماری‌ها در قرون وسطی آنچنان گسترده بود که بنابر برخی نقل قول‌ها حدود
30% و در برخی منابع حتی تا 60% از جمعیت اروپا در آن سالها از میان رفتند. با آنکه بسیاری از باورها و تمام ادیان ابراهیمی از شرق، به ویژه از منطقه‌ای که امروزه خاورمیانه نامیده می شود، اعلام موجودیت کردند، اما به واسطه وجود تمدن‌های کهن در شرق، ادیان نتوانستند برای مدتی طولانی آنچنان که کلیسا در غرب حدود 10 قرن حاکم شد، سلطه یکسونگر و خشن بر مردمان این مناطق برقرار کنند. مقصود این نیست که ادیان در شرق کمرنگ‌تر بودند، بلکه همواره احکام دینی در شرق از سوی مردم به چالش کشیده شده است، به گونه‌ای که دینباوران نتوانستند شریعت را برای دوره‌های بسیار طولانی به صورت مطلق اعمال کنند و در نتیجه زیر فشار جامعه ناگزیر به عقب نشینی از بخشی از احکام خود شدند. در جوامع شرقی این ادیان بودند که برای اعلام حضور و بقا به تمدن‌های موجود نیاز داشتند. هنگامی که مردم برای زیستن در اجتماع قوانین و هنجارهایی ایجاد می‌کنند تا امنیت و نظم برقرار شود، پیامبران نیز می‌دانستند که تنها در چنین جوامع متمدنی امکان رشد و ماندگاری دارند. در غیر این صورت گفتار و راهنمودهای آنان در میان مردمان غیر متمدن پس از مدت کوتاهی به فراموشی سپرده میشد، زیرا نه امکانی برای ثبت مکتوب وجود داشت و نه زمینه‌ای برای انتقال پایدار سینه به سینه اندیشه ها. به دیگر آن است که اگر در محدوده‌ای که دینی در آن ظهور میکرد تمدنی وجود نداشت، آن دین یا آیین نمیتوانست ماندگار شود، زیرا در میان مردمانی بی تمدن و بی فرهنگ طرح قانون اجتماعی معنا ندارد. در چنین جوامعی کسی در نمی‌یابد چرا باید سخن فردی دیگر را به عنوان قانون بپذیرد و به آن پایبند باشد. هیچ فرد آگاه به فرهنگ و روابط انسانی که هدفش بهبود و تکامل مناسبات اجتماعی باشد، مایلی ندارد قدرت را بر جامعه غیر متمدن به دست گیرد، چرا که در چنین جوامعی قدرت فیزیکی تعیین کننده است، نه اندیشه، قانون یا سخن از خدای آسمانی. در جوامع غیر متمدن افراد عمدتاً برای دستیابی به قضا و بقا می جنگند و ایدئولوژی یا نظام فکری نمی تواند در آنها ماندگاری پیدا کند. از این رو ایده های اولیه به سرعت به فراموشی سپرده می شوند. این تصور که می توان با ارائه ایده یا ایدئولوژی تازه بدون زمینه تمدنی جامعه‌ای را رهبری کرد و به صلح رساند، تنها در صورتی موفق می شود که صاحب آن اندیشه به همفکری و گفتگو با دیگر اعضای جامعه نیاز داشته باشد، زیرا از خلال این تعامل است که کاستی ها آشکار می شود و اندیشه امکان گسترش می یابد. چنین فرایندی تنها در جوامع متمدن ممکن است. برعکس، طرح ایدئولوژی در میان جوامعی که هنوز به تمدن نرسیدند به سختی می تواند پیش برود. در چنین جوامعی نمیتوان انتظار داشت مردم بپذیرند که اگر ایده مرا قبول میکنید من حاکم شوم، صلح برقرار خواهد شد. هیچ زمینه واقعی برای تدوین قانون، برنامه‌ریزی اجتماعی یا الزام مردم به رعایت قواعد وجود ندارد. در این اجتماعات بقای فردی و توان شکار و دفاع شخصی اولویت دارد. در واقع این جوامع متمدن بودند که ادیان و ایدئولوژی‌های کهن یا نو می‌کوشیدند قدرت خود را بر آنها بگسترانند. ادیان با تکیه بر فرهنگ، دانش و ساختارهای همین جوامع به باورها و آیین‌های خود شکل دادند. از مردمان با فرهنگ برای تدوین قوانین دینی بهره گرفتند، زیرا در جوامعی که هنوز به تمدن نرسیدند قانون نه معنا دارد و نه ضمانت اجرایی. در حقیقت شرط ماندگاری هر دین آن است که در میان مردمانی دارای تمدن انسانی و ریشه‌دار عرضه شود، نه آنکه دین خود تمدن را به جامعه‌ای بی تمدن هدیه دهد. مسیر دقیقاً برعکس است. دین از دل جوامع متمدن کامل می شود، رشد می کند و بال و پر می گیرد.
باید خاطر نشان کرد که هرچند دین اسلام در حدود 200 سال نخست پیدایش و گسترش خود از همان الگوی رفتاری مسیحیت و کلیسا بهره برد و همان گونه که کلیسا بر سر مردمان اروپا آورد، مسلمانان عرب نیز در آغاز کار با مردمانی که به زیر سلطه آنان در آمده بودند رفتاری خشن و غیر انسانی داشتند. اما در شرق به دلیل وجود تمدن‌های ریشه‌دار و قوانین انسانی پیشین، ادیان نتوانستند برای مدت‌های طولانی به رفتارهای غیر انسانی خود ادامه دهند. جوامع متمدن شرقی در برابر این احکام واپسگرای مقاومت می‌کردند و حاضر نبودند آنها را در تقابل با فرهنگ و تمدن خود بپذیرند. به وضعیت مردم ایران بنگرید. دین اسلام در پی آن بود که تمامی شعائر و احکام عقب مانده خود را بر مردمی متمدن تحمیل کند، اما در نهایت ایستادگی ایرانیان در برابر هجوم اعراب مسلمان مانع از تسلط کامل و همه جانبه آنان بر کشور و مردم ایران شد. مقصود این نیست که در تمام دوران قرون وسطی و حاکمیت کلیسا هیچ نشانه‌ای از تمدن وجود نداشت، بلکه مسئله این است که در دوره‌ای که مسیحیت سلطه کامل خود را بر اروپا گسترانده بود، جنگ، آشوب و نابسامانی در میان مردم این قاره گسترش یافت و کلیسا اجازه نداد علم و تفکر رشد طبیعی خود را طی کنند. موضوع تأمین غذا نیز نقش مهمی در شکل‌گیری فرهنگ و تمدن داشت. به سبب طولانی بودن فصل‌های سرما در اروپا، زمان کشت و برداشت بسیار کوتاه بود و مردم فرصت کافی برای ذخیره غذا برای تمام سال نداشتند. در بسیاری از مناطق اروپا دسترسی به مواد غذایی در همه ماه‌های سال دشوار بود. افزون بر این، وجود قبایل نیمه وحشی مانند ژرمن‌ها و وایکینگ‌ها که پیوسته برای دستیابی به غذا به مناطق مختلف یورش می‌بردند و مردم را غارت می‌کردند، ناامنی گسترده‌ای در این قاره ایجاد کرده بود. این شرایط درگیری‌ها و جنگ‌های پی در پی میان مردمان نواحی مختلف امپراتوری روم را نیز تشدید می‌کرد. مجموع این نابسامانی‌ها سبب شد که امپراتوری روم در پی راه حلی برای برقراری نظم و آرامش برآید. به همین دلیل رهبران روم باستان به دین مسیحیت روی آوردند تا از آن برای ایجاد انسجام اجتماعی و کنترل اوضاع بهره بگیرند. اما زمانی که این دین و رهبران آن به قدرت دست یافتند، در مدت کوتاهی امپراتوری روم غربی فرو پاشید. گویی کلیساییان در انتظار چنین فرصتی بودند تا قدرت کامل اروپا را در اختیار گیرند. آنان برای حفظ این قدرت که روزگاری آرزو و رویای آن را در سر می‌پروراندند، فشارهای شدیدی بر مردم اروپا وارد کردند و نتیجه آن شکل‌گیری دوران تاریک و 1000 ساله قرون وسطی بود که کلیسا بر مردمان این قاره تحمیل کرد. کتاب شرق و رنسانس، نگارش علیرضا غلامی، نشر آوای بوف، فایل 7، گویش عیسی. avayaboof.com. عنوان: جمع‌بندی فلسفی. آنچه از بررسی تاریخی شرق و غرب به ویژه در دوره‌هایی چون عصر سامانیان و همزمانی آن با قرون وسطی اروپا به دست می‌آید، این است که مسئله اصلی جوامع انسانی نه نبود دین بوده و نه کمبود ایمان، بلکه چگونگی نسبت دین با قدرت، انسان و خرد. هر جا دین در خدمت قدرت سیاسی قرار گرفته و ابزاری برای حذف انسان، سرکوب پرسش و تثبیت نابرابری بدل شده است. در چنین وضعیتی دین دیگر پاسخگوی پرسش‌های وجودی انسان نیست، بلکه خود به مسئله بنیادین تبدیل می شود. در شرق به ویژه ایران نوعی عقلانیت فرهنگی و اجتماعی وجود داشت که پیش از اسلام نیز سابقه دار بود.
عقلانیتی که با ظهور اسلام کوشید خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. نتیجه این تطبیق نه بازگشت به خرد ناب، بلکه تولید نظامی پیچیده از تفاسیر، احادیث و روایت ها بود که هدف اصلی آن مهار خشونت عریان دین اولیه و قابل زیست کردن آن برای جامعه بود. این تلاش اگرچه در کوتاه مدت به ایجاد ثبات نسبی انجامید، اما در بلند مدت باعث شد دین به ساختاری بسته، غیر قابل پرسش و خود باز تولید کننده بدل شود. از منظر فلسفی مشکل اصلی در اینجاست که دین و فلسفه بر دو منطق کاملا متفاوت بنا شده‌اند. فلسفه بر پرسش، تردید، گفتگو و امکان ابطال استوار است، در حالی که دین بر قطعیت، اطاعت و پاسخهای از پیش تعیین شده تکیه دارد. هر تلاشی برای پیوند این دو، چه در قالب فلسفه دین در شرق و چه در قالب الهیات مسیحی در غرب، در نهایت به تحریف هر دو انجامیده است. فلسفه از روح انتقادی تهی شده و دین لباسی عقلانی به تن کرده که در ذات خود با آن بیگانه است. بنابراین آنچه در تاریخ شرق رخ داد نه فقدان خرد، بلکه مهار خرد توسط دین نهادینه شده بود. دینی که با وعده معنا، آرامش و رستگاری انسان را از حق اندیشیدن مستقل محروم کرد و او را به موجودی مطیع و وابسته بدل ساخت. عنوان: مقایسه با رنسانس و روشنگری اروپا. رنسانس و پس از آن عصر روشنگری در اروپا واکنشی مستقیم به سلطه 1000 ساله کلیسا بود. سلطه‌ای که انسان را فاقد ارزش ذاتی می‌دانست و همه چیز را به نام خدا و نمایندگان زمینی او مصادره کرده بود. اروپاییان پس از قرنها سرکوب فکری به این نتیجه رسیدند که برای بازپسگیری شأن انسانی خود باید مرجع معنا، اخلاق و حقیقت را از آسمان به زمین بازگردانند. نکته مهم آن است که بسیاری از اندیشمندان آغازین رنسانس خود اعتراف کردند که الهام‌های اولیه این حرکت را از شرق گرفتند، از ترجمه آثار فیلسوفان یونانی که از مسیر جهان اسلام به اروپا رسیده بود و از مشاهده جوامعی در شرق که در مقاطعی از تاریخ نسبت به غرب مدارای دینی و پویایی فرهنگی بیشتری داشتند. با این حال تفاوت بنیادین در این بود که اروپا در نهایت جرأت گسست پیدا کرد، گسست از مرجعیت مطلق دین. در مقابل شرق به ویژه خاورمیانه هرگز این گسست را به طور کامل تجربه نکرد. اگرچه دوره‌هایی از شکوفایی علمی و هنری وجود داشت، اما دین همواره به عنوان خط قرمز باقی ماند. حتی زمانی که عقل به میدان آمد مجبور بود خود را در قالب دین تعریف کند. به جای رنسانس شرق شاهد دوران کوتاه اصلاح درونی دینی بود، نه دگرگونی ساختاری. از این رو پرسش اساسی این است که آیا شرق اساساً به رنسانسی شبیه اروپا نیاز داشت؟ پاسخ این است که شرق از نظر ظرفیت فکری و فرهنگی حتی پیش از اروپا توان چنین تحولی را داشت، اما ساختار قدرت دینی اجازه نداد این ظرفیت به گسست معرفتی منجر شود. در حالی که در اروپا دین عقب نشینی کرد و حوزه خصوصی شد، در شرق دین نه تنها عقب ننشست، بلکه به سیاست، قانون، اخلاق و حتی تعریف هویت فردی انسان نفوذ عمیق‌تری یافت. نتیجه این تفاوت امروز نیز آشکار است. جوامعی که رنسانس و روشنگری را تجربه کردند، با همه بحران‌هایشان هنوز بر پایه عقل، قانون عرفی و کرامت انسانی حرکت می‌کنند، در حالی که بخش بزرگی از خاورمیانه همچنان درگیر تعارض میان زندگی مدرن و ساختارهای دینی کهن است. تعارضی که نه تنها حل نشده، بلکه به منبع دائمی خشونت، بی‌ثباتی و بحران معنا
تبدیل شده است. در دورانهای گذشته که آگاهی انسان از جهان پیرامون خود بسیار محدود بود، خرافات و جعلیات دینی به راحتی در میان مردم ریشه می‌دواند. ناآگاهی بهترین بستر برای سلطه فکری است. هر جا که مردم از قوانین طبیعت، پدیده‌های علمی و سازگارهای جهان بیخبر باشند، پذیرش روایت‌های خیالی و ماورایی ساده‌تر و کم هزینه‌تر صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی قدرت‌های دینی می‌توانند بدون نیاز به استدلال‌های عقلانی روایت‌های خود را به عنوان حقیقت مطلق بر جامعه تحمیل کنند. نمونه روشن از این وضعیت داستان وحی در اسلام است. روایت رسیدن پیام الهی به محمد چنان در ذهن جمعی جوامع سنتی نهادینه شده که تا همین دهه‌های اخیر زیر سؤال بردن آن مساوی با طرد اجتماعی، تکفیر و حتی مرگ بود. اما امروز با رشد علوم روانشناسی، عصبشناسی و شناخت حالات ذهنی انسان، برخی پژوهشگران این تجربه ها را در چارچوب رویاها، حالات خلسه یا تجربه های درونی ذهن تحلیل می کنند. با این حال پرسش بنیادین همچنان پاورجاست: چرا خوابها و تجربه های ذهنی یک انسان در قرن 7 میلادی باید برای میلیاردها انسان در طول بیش از 14 قرن مبنای تقدس، قانون، اخلاق و حتی مرگ و زندگی قرار گیرد؟ اگر امروز فردی ادعا کند که در خواب با فرشته‌ای سخن گفته و مأموریت جهانی دارد، واکنش جامعه چه خواهد بود؟ بی تردید چنین ادعایی نه تنها جدی گرفته نمی شود، بلکه به عنوان نشانه‌ای از اختلال روانی یا توهم تلقی می گردد. با این حال همان ادعا وقتی در بستری از ناگاهی تاریخی و فرهنگی مطرح شده، تبدیل به نظامی عظیم از باور، قدرت و خشونت شده است. اینجاست که ایدئولوژی‌های دینی پیش از آن که باورآفرین باشند، به پدیده‌های شبیه طنز تلخ تاریخ شباهت پیدا می‌کنند. در طول تاریخ همواره افرادی وجود داشتند که با ارائه اندیشه‌های جدید در پی نظم بخشی به جامعه و به دست گرفتن قدرت بودند. یکی از مؤثرترین ابزارهای جذب توده‌ها ارائه پاسخی برای دو پرسش بنیادی انسان بوده است: زندگی چیست و مرگ چه معنایی دارد؟ این دو پرسش از آغاز شکل‌گیری آگاهی انسانی تا امروز بی پاسخ قطعی مانده‌اند. ادیان با ارائه روایت‌های ساده، داستانگونه و قابل فهم برای عموم مردم خلأ معنایی انسان را پر کردند. همین توانایی در قصه پردازی برای زندگی و مرگ مهمترین عامل ماندگاری ادیان بوده و هست. مردم حتی اگر درونی ترین لایه‌های ذهنشان آکنده از تردید باشد، به این روایت‌ها چنگ می‌زنند، چرا که دین به مرگ معنا می‌دهد، به رنج توجیه می‌بخشد و به ناتوانی انسان رنگ تقدس می‌زند. از همین رو انسان‌ها نه تنها دین را پذیرفتند، بلکه برای حفظ آن از جان و مال خود نیز گذشتند. وعده‌هایی پس از مرگ، بهشت، نجات و رستگاری ابزارهایی بودند که ادیان با آنها وفاداری توده‌ها را تضمین کردند. در اروپا یکی از اساسی ترین دغدغه‌های انسان عصر رنسانس بازپسگیری شأن انسانی و آزادی‌های فردی بود. پس از 1000 سال سلطه کلیسا در دوران قرون وسطی، علم، فلسفه و هنر عملاً تعطیل شده بودند. برای شروع دوباره اندیشمندان اروپایی ناچار شدند به گذشته بازگردند، نه به گذشته دینی، بلکه به میراث انسانگرایانه یونان باستان. آنها به اندیشه‌های فیلسوفانی چون سقراط، تالس، زنوفانس، هراکلیوس، اپیکور و پروتاگوراس رجوع کردند. متفکرانی که حدود 6 قرن پیش از تولد عیسی مسیح انسان را محور تفکر خود قرار داده بودند. کلیسا در قرن وسطی چنان تصویری از زندگی ارائه کرده بود که گویی هیچ چیز، حتی خود انسان،
نباید مهمتر از خدا و پسرش عیسی باشد. انسانگرایی در تضاد مستقیم با آموزه‌های کلیسایی قرار داشت، زیرا حکومت دینی نیازمند انسانی مطیع، بی اراده و فاقد حق پرسش بود. در این نظام فکری انسان صرفاً آفریده‌ای بود که وظیفه داشت تمام زندگی خود را وقف خدا، کلیسا و نمایندگان زمینی آنها کند. به همین دلیل برای نزدیک به 1000 سال نام و اندیشه فیلسوفان انسانگرای یونان باستان عملاً به فراموشی سپرده شد. سخن گفتن از آنها جرم محسوب میشد و هر گونه انحراف از روایت رسمی کلیسا با مجازات‌های سنگین روبرو بود. از سوی دیگر مردم اروپا حتی به متون دینی خود نیز دسترسی نداشتند. تمام متون مقدس مسیحیت به زبان لاتین نوشته شده بود، زبانی که نه مردم عادی می‌دانستند و نه اجازه ترجمه آن را داشتند. ترجمه انجیل یا دیگر متون مذهبی به زبانهای محلی جرم بزرگی تلقی می‌شد که مجازات آن اغلب مرگ بود. تنها پاپ و کاردینال‌ها حق تفسیر متون مقدس را داشتند و این تفسیرها نیز کاملا در خدمت حفظ قدرت کلیسا بود. در چنین شرایطی دین نه تنها ابزار معنا بخشید، بلکه وسیله برای انحصار دانایی، کنترل ذهن و تسلط سیاسی شد. رنسانس زمانی آغاز شد که انسان اروپایی جرأت کرد این انحصار را بشکند و بپرسد آیا ممکن است معنا، اخلاق و حقیقت بیرون از دین نیز وجود داشته باشد؟ عنوان: آغاز فروپاشی مرجعیت دینی در غرب. فروپاشی مرجعیت دینی در غرب نه یک اتفاق ناگهانی، بلکه فرایندی تدریجی، دردناک و پرهزینه بود. رنسانس تنها یک جنبش هنری یا ادبی نبود، بلکه شکافی عمیق در بنیان اقتدار کلیسا ایجاد کرد. این شکاف از جای آغاز شد که انسان اروپایی برای نخستین بار بعد از قرنها خود را نه صرفاً بنده خدا، بلکه فاعل آگاه دید. با بازگشت اندیشمندان به متون یونان باستان، مفهوم عقل مستقل دوباره زنده شد. سقراط با پرسشگری، افلاطون با ایده عدالت و ارسطو با منطق به انسان آموخته بودند که حقیقت میتواند از راه اندیشه و گفتگو کشف شود، نه فقط از راه وحی و فرمان. این دقیقاً همان چیزی بود که کلیسا از آن وحشت داشت. نقطه عطف فروپاشی مرجعیت دینی زمانی رقم خورد که علم تجربی پا به میدان گذاشت. کوپرنیک با نظریه خورشید مرکزی، گالیله با تلسکوپ و بعدها نیوتن با قوانین حرکت تصویری کاملا متفاوت از جهان ارائه کردند. جهانی که نه بر محور انسان میچرخید و نه بر اساس روایت‌های کتاب مقدس اداره میشد. این کشفیات اقتدار مطلق کلیسا را به چالش کشید، زیرا کلیسا مدعی بود که تنها منبع شناخت حقیقت است. واکنش کلیسا همان واکنشی بود که تمام حکومت‌های دینی در تاریخ از خود نشان دادند: سرکوب، محاکمه، شکنجه، تبعید و قتل دانشمندان. اما تفاوت این دوره با قرون پیشین در این بود که دیگر جامعه آماده بازگشت به سکوت نبود. چاپ کتاب، گسترش سواد و ترجمه متون دینی به زبانهای محلی انحصار دانایی را از دست کلیسا خارج کرد. اصلاح دینی یا رفرماسیون ضربه نهایی را وارد کرد. وقتی مارتین لوتر اعلام کرد که هر انسان میتواند بدون واسطه کلیسا با خدا رابطه داشته باشد، در واقع پایه اقتصادی، سیاسی و معنوی کلیسا فرو ریخت. از آن پس دین به تدریج از مرکز قدرت کنار زده شد و به جای خود قانون عمل کرد. نتیجه این فرایند پیدایش سکولاریسم، حقوق بشر، آزادی اندیشه و جدایی نهاد دین از دولت بود. غرب پس از قرنها رنج آموخت
که هرگاه دین به قدرت سیاسی گره بخورد آزادی انسان قربانی خواهد شد. عنوان: چرا شرق هرگز یک رنسانس کامل را تجربه نکرد؟ برخلاف تصور رایج، شرق در سده‌های اولیه اسلامی نیازی به رنسانس نداشت، زیرا هنوز به ورطه‌ای که غرب در قرون وسطی سقوط کرده بود فرو نرفته بود. وجود تمدن‌های کهن، فلسفه، شعر، پزشکی و علوم طبیعی در ایران، هند و جهان اسلام فضایی نسبتاً بازتر برای اندیشه فراهم کرده بود. اما این وضعیت پایدار نماند. تفاوت اساسی شرق و غرب در این بود که در غرب دین مسیحیت پس از قرون وسطی شکست خورد و به عقب رانده شد، اما در شرق دین اسلام هرگز به طور کامل از قدرت سیاسی جدا نشد. حتی زمانی که اندیشمندان بزرگی چون ابن سینا، رازی و بیرونی ظهور کردند، همواره ناچار بودند اندیشه‌های خود را در پوشش دینی بیان کنند، برای بقا خود را با دین سازگار نشان دهند. در شرق به جای نقد بنیادین دین، نوعی تفسیرسازی دائمی شکل گرفت. هرگاه دین با واقعیت زندگی ناسازگار میشد، به جای کنار گذاشتن آن تفسیری تازه ارائه میدادند. این سازوکار اگرچه در کوتاه مدت موجب بقا و آرامش نسبی شد، اما در بلند مدت مانع شکل‌گیری یک گسست ریشه‌ای مانند رنسانس غربی گردید. عامل مهم دیگر تداوم جنگ، ناامنی و دخالت قدرت‌های خارجی در شرق بود. جامعه‌ای که درگیر بقاست کمتر فرصت اندیشیدن به آزادی، فلسفه و باز تعریف انسان دارد. دین در چنین شرایطی به جای پاسخگویی به نیازهای انسانی تبدیل به ابزار بسیج، کنترل و مشروعیت بخشی به خشونت شد. برخلاف غرب که کلیسا را کنار زد و سپس علم و فلسفه را گسترش داد، شرق اغلب ابتدا علم را رشد داد، اما هرگز نتوانست مرجعیت دینی را به طور کامل به چالش بکشد. هر زمان که علم یا فلسفه به خط قرمز دین نزدیک شد، سرکوب آغاز گردید، از تکفیر و تبعید گرفته تا حذف فیزیکی. به همین دلیل میتوان گفت شرق نه دچار نبود رنسانس، بلکه گرفتار رنسانس ناتمام شد. جرقه ها زده شد، اما هر بار پیش از آن که به آتش آگاهی تبدیل شود، با آب دین خاموش گردید. بخش 11: نقش تمدن و فرهنگ در شکل‌گیری انسانگرایی. برای فهم تفاوت بنیادین میان مسیر تاریخی شرق و غرب، ناچار به یکی از اساسی ترین عوامل شکل دهنده تمدن‌ها بازگردیم: نحوه تأمین مواد غذایی و روابط انسان با طبیعت. در سرزمین‌های شرقی به ویژه فلات ایران، بین النهرین، هند و چین، شرایط جغرافیایی وجود دشت‌های حاصلخیز، آب و هوای معتدل‌تر و فصول کشت طولانی‌تر امکان تولید پایدار مواد غذایی را فراهم می‌کرد. جوامع شرقی نه تنها قادر بودند غذای مورد نیاز خود را تأمین کنند، بلکه اغلب مازاد تولید نیز داشتند و می توانستند برای فصول سرد ذخیره‌سازی انجام دهند. این وضعیت باعث می شد دغدغه بقا، گرسنگی و مرگ ناشی از قحطی به مسئله دائمی در زندگی مردم تبدیل نشود. در مقابل بخش بزرگی از اروپا به دلیل سرمای طولانی، فصلهای کوتاه کشاورزی و زمینهای کم بازده همواره با کمبود مواد غذایی روبرو بود. کشاورزی کفاف مصرف سالانه مردم را نمیداد و بخش بزرگی از انرژی انسان غربی صرف زنده ماندن، تأمین گرما و عبور از زمستان میشد. همین کمبود ساختاری اروپاییان را ناگزیر میکرد برای تجارت، تأمین غذا و مواد اولیه به سمت شرق روی بیاورند. این رفت آمدها فقط تبادل کالا نبود، انتقال نگاه انسانی بود. تجار و مسافران اروپایی به ویژه از شهرهایی مانند ونیز و فلورانس هنگام مواجهه با جوامع شرقی
شاهد نوعی از روابط انسانی بودند که در غرب تحت سلطه کلیسا وجود نداشت. احترام نسبی به انسان، حضور شعر، فلسفه، موسیقی، علم و نگاهی که انسان را فقط بنده گناهکار نمیدانست. اگر بخواهیم بدون اغراق قضاوت کنیم، کافی است به ادبیات شرق نگاه کنیم. اشعار شاعران بزرگ ایرانی نه فرمان نامه‌های دینی بلکه آینه فرهنگ عمومی جامعه. وقتی رودکی، فردوسی، خیام، سعدی و حافظ از شأن انسان، خرد، انتخاب، شادی، رنج و مسئولیت سخن میگویند، این نشان میدهد که انسانگرایی پیش از دین در فرهنگ جا افتاده بوده است. از سوی دیگر فصلهای سرد طولانی در شرق اغلب به فرصتی برای خودسازی فکری و فرهنگی تبدیل میشد. در چنین بستری است که اندیشه‌هایی چون کنفوسیوس در چین، بودا در هند، اشو و زرتشت در ایران و آیین مهرورزی یا میترائیسم شکل میگیرند. اندیشه‌هایی که محور مشترک آنها پاکی، مسئولیت انسانی، پیمان با طبیعت و ارزش اخلاقی انسان است. در آیین مهر که پیش از زرتشت در ایران رواج داشت، انسان نه موجودی حقیر بلکه شریک نظم کیهانی بود، کسی که باید با دروغ، تاریکی و ویرانی بجنگد. این نگاه ریشه‌ای عمیق‌تر از هر دین ابراهیمی را دارا بود و به همین دلیل هیچ دینی نمیتوانست بدون دستکاری، تفسیر یا بزک کردن خود وارد چنین فرهنگی شود. زمانی که ادیان ابراهیمی به ویژه اسلام با تاکید افراطی بر حق خدا و پیامبر وارد شرق شدند، با مانعی جدی روبرو بودند. فرهنگی که انسان را از پیش صاحب حق می‌دانست. در ایران وقتی روشن شد که از نظر نظامی راهی برای رهایی از سلطه اعراب وجود ندارد، جامعه به ابزار فرهنگی پناه برد. ایرانیان با تفسیر، تأویل و بازنویسی مفاهیم دینی کوشیدند خشونت و مطلق گرایی اسلامی عربی را تعدیل کنند، به گونه‌ای که در نهایت خود اعراب به این باور رسیدند که ایرانیان اسلام را بهتر فهمیدند. این سطح از مقاومت فقط از دل تمدنی کهن و عمیق برمی آید، تمدنی که نمیگذارد حق زندگی انسانی کاملا زیر سایه مفاهیمی چون اطاعت مطلق، تقدیر الهی و بندگی محض محو شود. پس از گذشت چند قرن همین اندیشمندان ایرانی بودند که کوشیدند با وامگیری از فلسفه یونان، شرق و غرب برای دینی که ذاتاً فاقد فلسفه بود چارچوبی فلسفی بسازند. اما باید صریح گفت هیچ دینی ذاتاً فلسفه پذیر نیست. فلسفه زمانی معنا دارد که نظریه پرداز دیدگاه خود را در میان گفتگو، پرسش و نقد عمومی عرضه کند. دینی که با شمشیر، ترس و کشتار گسترش یافته نمیتواند مدعی مشروعیت فلسفی باشد، حتی اگر قرنها بعد دیگران بکوشند برای آن فلسفه تولید کنند. واقعیت این است که نمیتوان برای دیدگاهی که ارائه دهندش هرگز خود فلسفه‌ای عرضه نکرده پس از قرنها فلسفه سازی کرد و مدعی شد که از ابتدا چنین نظام فکری وجود داشته است. این نه فلسفه بلکه بازسازی ایدئولوژیک تاریخ است. ادیان ابراهیمی گسترش نیافتند چون پاسخ عقلانی داشتند. گسترش یافتند چون پاسخ ساده، ترسالود و معناساز برای مرگ ارائه می‌دادند و این مهمترین ابزار سلطه بر انسان بوده است. به همین ترتیب آنچه از اسلام اولیه به عنوان دین باقی ماند، بیش از آن که محصول وحی و الهام باشد، نتیجه مهندسی فرهنگی و اجتماعی جوامعی بود که نمیخواستند زیر بار خشونت عریان یک ایدئولوژی بدوی دوام بیاورند. این جوامع به ویژه ایرانیان به درستی دریافتند که اگر قرار است این دین نوظهور در بستر تمدن باقی بماند، ناگزیر باید دچار دگردیسی شود.
دگردیسی که نه از درون ذات اسلام عرب بلکه از بیرون و از دل فرهنگ، فلسفه و اخلاق تمدن‌های کهن تحمیل می‌شد. عرفان اسلامی که بعدها به عنوان یکی از وجوه معنوی و انسانگرایانه اسلام معرفی شد، دقیقاً زایده همین ضرورت بود. مفاهیمی چون عشق الهی، کرامت انسانی، سلوک درونی و حتی تساهل دینی نه در متن اسلام شمشیر محور آغازین وجود داشت و نه در رفتار پیامبر و خلفای نخست دیده میشد، بلکه این مفاهیم از دل سنت‌های فکری شرق، از آیین‌های کهن ایرانی، هندی و یونانی وام گرفته می‌شدند و سپس با زبانی دینی باز تولید می‌شدند. به بیان دیگر، اگر اسلام بعدها چهره‌ای نرمتر و قابل تحملتر به خود گرفت، این نه حاصل ظرفیت ذاتی آن بلکه نتیجه فشار تمدن بر ایدئولوژی بود. در غیر این صورت، همان گونه‌ای که بسیاری از آیین‌ها و فرقه‌های خشن و قبیله محور در طول تاریخ به فراموشی سپرده شدند، اسلام نیز اگر در همان قالب اولیه خود باقی می‌ماند محکوم به زوال بود. تمدن برخلاف دین منطق بقا دارد. تمدن برای ادامه حیات خود ایدئولوژی‌هایی را یا اصلاح می‌کند یا کنار می‌زند. دین اگر بخواهد زنده بماند ناچار است خود را با تمدن آویزان کند، نه اینکه تمدن را بسازد. در غرب نیز همان گونه که دیده شد، مسیحیت تنها زمانی توانست از نابودی کامل بگریزد که پس از رنسانس و عصر روشنگری از موضع سلطه مطلق عقب نشینی کرد. کلیسا فهمید که دیگر نمیتواند مانند قرون وسطی علم، فلسفه و حق انسان را انکار کند و همچنین انتظار اطاعت کورکورانه داشته باشد. از این رو دین مسیحیت در غرب به حاشیه رانده شد، به حوزه خصوصی افراد محدود گردید و ناچار شد با مفاهیمی چون حقوق بشر، آزادی وجدان و عقلانیت مدرن کنار بیاید. اما در شرق، به ویژه در خاورمیانه، روند معکوس انجام شد. دین نه تنها به حاشیه نرفت بلکه بار دیگر به متن سیاست و قدرت بازگشت. این بازگشت نه نشانه قدرت دین بلکه علامت ضعف ساختارهای مدنی، نهادهای مستقل و سنتهای عقلانی در این جوامع بود. هر جا که دولت و جامعه مدنی ناتوان شد، دین خلأ قدرت را پر کرد، نه برای نجات انسان بلکه برای تصاحب منابع، کنترل ذهنها و تداوم سلطه. بدینسان تقابل اصلی در تاریخ نه میان شرق و غرب و نه میان دینهای مختلف بلکه میان انسانگرایی و ایدئولوژی‌های مطلق‌گرا بوده است. که انسان و خرد او محور قرار گرفت، فرهنگ و تمدن شکوفا شد و هر جا که اراده انسان نفی و به نام خدا، پیامبر یا کتاب مقدس سرکوب شد، خشونت، رکود و فروپاشی به دنبال آمد. ادامه این مسیر تاریخی نشان می‌دهد که مسئله اصلی جوامع انسانی امروز همان مسئله کهن است. آیا انسان حق دارد خود با اتکا به خرد و تجربه‌اش برای زندگی خیش تصمیم بگیرد؟ یا باید همچنان سرنوشت خود را به روایت‌هایی بسپارد که در هزاران سال پیش در شرایطی کاملا متفاوت ساخته و تحمیل شدند؟ این پرسش نه پرسشی دینی بلکه پرسشی عمیقاً انسانی است، پرسشی که پاسخ آن جهت آینده تمدن را رقم خواهد زد. برای آنکه بتوان اخلاق در ادیان را به درستی فهمید، ناچاریم ابتدا به جایگاه عرفان در جوامع شرقی نگاه کنیم، زیرا تقریباً تمام سفارش‌های اخلاقی که بعدها به ادیان نسبت داده شده ریشه در عرفان شرقی دارد. عرفان در شرق سابقه‌ای بسیار کهن دارد و همان گونه که پیشتر اشاره شد، مردمان شرق در فصل‌های سرد سال بیشتر به خودسازی، تأمل درونی و ساماندهی روابط اجتماعی می‌پرداختند. از آنجا که تمدن در شرق بسیار زودتر از غرب شکل گرفته بود،
جوامع متمدن شرقی زودتر به ضرورت اخلاق اجتماعی، همزیستی و هم نوع دوستی پی برده بودند. اگر به تاریخ آیین‌های شرقی بنگریم، می‌بینیم برخی از آنها قدمتی چند هزار ساله دارند. تنها به چند نمونه اشاره می‌کنیم که هنوز رد پا و میراث فرهنگی بر جای گذاشتند. برهمنیسم که عرفان آن بر رفتار فرد در اجتماع تاکید دارد و انسان را به مفید بودن برای جامعه فرا می‌خواند. زرتشت که در تعالیم عرفانی او اخلاق، راستی و مسئولیت پذیری اجتماعی پایه زندگی انسانی دانسته شده است. آیین مهرورزی که دارای عرفانی عمیق و انسان محور است و بسیاری از اندرزها و نمادهای آن بعدها توسط آیینها و ادیان دیگر وام گرفته شد، هرچند امروز پیروان مستقلی ندارد. کنفوسیوس که اخلاق اجتماعی، نظم، احترام متقابل و حرمت بزرگتر را به عنوان ستونهای جامعه انسانی توصیه می‌کرد. بودیسم که اخلاق، پرهیز از خشونت و پالایش ذهن و رفتار را اساس رهایی انسان می‌داند. جینیسم با رهبری مهاویرا که به عدم آزار مطلق همه موجودات زنده سفارش می‌کرد و خشونت را در هر شکلی نفی می‌نمود. بسیاری از این آیین‌ها پیش از ادیان ابراهیمی وجود داشتند و برخی حتی پیش از مسیحیت و اسلام شکل گرفته بودند. سه دین ابراهیمی هر یک برای ارائه تصویری اخلاق مدار از خود ناگزیر از بهره‌گیری از مفاهیم عرفانی شدند و همواره ادعا کردند که اخلاق از ارکان اساسی دین است. برای نمونه باید دانست که در آغاز شکل‌گیری اسلام چیزی به نام عرفان اسلامی وجود نداشت. عرفان اسلامی تازه در قرن دوم هجری وارد بدنه اسلام شد. دلیل آن نیز روشن است. تعالیم اخلاقی عارفان و فیلسوفان شرقی پیش از ادیان ابراهیمی در میان مردم جا افتاده بود و اخلاق انسانی جایگاه مثبتی در زندگی اجتماعی داشت. از این رو هیچ اندیشه دینی جدیدی نمیتوانست بدون در نظر گرفتن جایگاه انسان و اخلاق انسانی در جوامع شرقی ماندگار شود. ادیان برای آنکه در میان مردم مقبولیت پیدا کنند ناچار بودند خود را اخلاق مدار نشان دهند. به همین دلیل آموزه‌های عرفانی درباره اخلاق اجتماعی را در قالب دین باز تولید کردند و چنین القا نمودند که اخلاق نیز زایده دین است، در حالی که مسیر تاریخی دقیقاً برعکس بوده است. حتی مسیحیتی که در شرق رواج داشت با مسیحیت غربی تفاوت اساسی داشت. مسیحیت شرقی بیشتر بر اخلاق، عرفان و انسانگرایی تکیه می‌کرد که این ویژگی‌ها را از فرهنگ و عرفان شرق گرفته بود، نه از متن دین. در نتیجه فرهنگی که ادیان در جوامع انسانی رواج دادند، داشتن دین به تدریج به یک ضرورت اجتماعی تبدیل شد. گویی هر انسان باید الزاماً پیرو دینی باشد. دین به مردم چنین القا کرده بود که در زمان سختی و بحران تنها راه آرامش و نجات توسل به خدای آن دین است. انسانها آموخته بودند که اراده خود را پایین‌تر از اراده خدایی ناپیدا قرار دهند و با یاد او آرام شوند. به این ترتیب انسان به نیروی ماورایی وابسته شد، نیرویی که تصور می‌کرد قادر از کاری را انجام دهد که انسان از آن ناتوان است. این باور به تدریج با اندیشه پاداش و عذاب گره خورد. اینکه هر رفتار خوب یا بد انسان در جایی ثبت می شود و پاسخ خواهد داشت. همین تصور بسیاری را از رفتارهای ناهنجار باز می داشت. در همین بستر افرادی در جوامع شرقی ظهور کردند که این نیروی ناپیدا را خدا نامیدند و خود را واسطه و رابطه میان انسان و او معرفی کردند. بخشی از مردم پس از مدتی به سخنان این واسطه ها که خود را پیامبر می نامیدند باور آوردند، زیرا امید داشتند این خدای ناپیدا
بتواند به زندگی آنها معنا و امنیت ببخشد. با پیوند دادن خدای آسمانی به عرفان شرقی و اخلاقی اجتماعی و با وعده پاداش در زندگی و پس از مرگ، پیامبران به مردم میگفتند اگر خواهان آرامش و رستگاری هستید باید به این خدا متصل شوید و اوامر او را اجرا کنید. این شیوه در زمان خود کارآمد بود و به کسب قدرت و ثروت انجامید. اما اگر امروز کسی دقیقاً همین سخنان را بر زبان بیاورد، او را دچار توهم یا جنون می‌دانیم. پرسش اساسی اینجاست: چرا همان سخنان کهن را فقط به دلیل قدمت تاریخیشان هنوز میپذیریم، برایشان جان میدهیم و حتی جان میگیریم؟ همچنین در میان مردمان شرق مشکلی شبیه آنچه در اروپای غربی وجود داشت دیده نمیشد. مردمان شرق تا حد قابل قبولی انسانگرایی را در روابط اجتماعی خود رعایت میکردند. از این رو ظهور آیین‌ها و اندیشه‌های گوناگون در میان چنین جوامعی آسان‌تر بود و با مقاومت و تنش کمتری روبرو می‌شد. در این فضا معرفی یک ایدئولوژی یا نظام فکری شانس بیشتری برای ماندگاری پیدا می‌کرد، توانست در بستر فرهنگی جامعه ریشه بدواند. کتاب شرق و رنسانس، نوشته علیرضا غلامی، فایل شماره 8، گویش عیسی. Abagaboo.com. بخش 12: فرهنگ انسانی در غرب و شرق. هرچند در عصر روشنگری اروپا در علم و فلسفه با بهره‌گیری از اندیشه‌های یونان باستان پیشرفت‌های قابل توجهی به دست آمد، اما مهمترین اصل رنسانس یعنی انسانگرایی عمدتاً روی کاغذ و در کتاب‌ها باقی ماند و نتوانست مانند آنچه در میان مردمان شرق جریان داشت در بطن جامعه اروپایی ساری و جاری شود. دلیل آن را باید در این واقعیت جستجو کرد که در طول نزدیک به 1000 سال ارزش‌های انسانی در جوامع اروپایی دستخوش دگرگونی شده و به سوی خودبرتری پنداری و برتری دینی بر اساس آموزه‌های کلیسایی سوق یافته بود. همین فرهنگ کلیسایی در اروپا زمینه ساز جنگ‌های خانمانسوز داخلی و نیز جنگ‌های خونین جهانی شد که اروپاییان برای تحقق خواسته‌های خود بر بخش بزرگی از جهان تحمیل کردند. در این جنگ‌ها انسانگرایی هیچ نقشی نداشت و آنچه بر مردم جهان گذشت چیزی جز خشونت و وحشیگری عریان نبود. امروزه همین مردمان اروپا که کمتر از 100 سال پیش چنین گذشته‌ای را تجربه کردند، خود را مدافع حقوق بشر و برابری همه انسان‌ها معرفی می‌کنند. اگر این دیدگاه در عمل واقعی باشد و در فرهنگ یک ملت جایگاهی ریشه‌دار داشته باشد، بی تردید امری مثبت است. اما نگاهی بی‌طرفانه به جوامع اروپایی این احساس را به وجود می‌آورد که گویی اروپاییان همچنان با اصل انسانگرایی مشکل اساسی دارند. متاسفانه در میان بسیاری از مردم اروپا خودبرتری پنداری هنوز به طور جدی عمل می‌کند. این مسئله فقط به مردم عادی محدود نیست، بلکه سیاستمداران اروپایی نیز با تشکیل احزاب دست راستی و نژاد پرستانه از آرای بخش قابل توجهی از جامعه برخوردار می‌شوند. این وضعیت نشان می‌دهد که حتی در قرن 21 با گذشت 1/4 از آن بسیاری از جوامع اروپایی همچنان با این مشکل بنیادین فرهنگی درگیرند. ادامه چنین روندی یعنی تداوم خودبرتری پنداری حتی در عرصه سیاست این خطر را به همراه دارد که بار دیگر همانند تجربه‌های گذشته حرکات ضد بشری از این قاره سر برآورد و دامنه آن به سراسر جهان کشیده شود. این گفته تنها یک هشدار است. امید آن می رود که اروپاییان به خود آیند
و به سوی انسانگرایی واقعی گام بردارند، نه آنکه صرفاً در کتاب‌ها و نوشته‌ها به آن اشاره کنند. تحقق حق حیات بدون تبعیض و برابری همه انسان‌ها در جهان اگر خواستی واقعی در میان اروپاییان باشد، نیازمند کاری فرهنگی و عمیق است. با توجه به در اختیار داشتن ابزارهای گسترده ارتباط جمعی، اگر دولت‌های این قاره اراده کنند، به راحتی می‌توانند این نگرش را در فرهنگ اجتماعی جوامع خود نهادینه سازند، از آموزه‌های فیلسوفان و خردمندان شرق و غرب بهره بگیرند و از خود برتری پنداری دست بکشند. کافی نیست که به برابری انسان‌ها تنها روی کاغذ بسنده شود. امید آن می‌رود که اکثریت مردم این قاره با اندیشیدن و درک درست از جهان و مردمان آن به این حقیقت برسند که در قضاوت درباره انسان‌ها رنگ پوست و رنگ مو نباید معیار سنجش باشد. با این توضیحات باید گفت که در فرهنگ شرق انسانگرایی قرنها پیش از رنسانس اروپا وجود داشته است. اروپاییان برای دستیابی به این فرهنگ، یعنی ارجحیت دادن به انسان، مایل بودند متناسب با شرایط جوامع خود از فرهنگ مردمان شرق الگو برداری کنند. بنابراین مسئله اصلی در جوامع شرقی نبود جایگاه انسان و انسانیت نبوده است. شرق در پی مکتب عرفان در آیین‌ها و ادیان منطقه خود از دوران‌های بسیار پیش از ظهور ادیان ابراهیمی انسانیت را به عنوان امری بدیهی و ضروری برای زندگی اجتماعی پذیرفته بود. ادیان ابراهیمی که همگی از شرق سر برآوردند، برای آنکه بتوانند در جوامع شرقی جایگاهی بیابند، ناگزیر شدند بخشی از اصول مربوط به جایگاه انسان را از فرهنگ مردمان شرق در احکام خود بگنجانند تا حرفی برای گفتن داشته باشند، هرچند حقوق انسانی در ذات خود در چارچوب اصول دینی نمی گنجید. چرا که ادیان خدا را اصل قرار می دهند و انسان را به بندگی او فرا می خوانند. با این حال آمیختن اصول انسانی برگرفته از فرهنگ‌های پیشادینی شرق سبب شد مردم این ادیان را بپذیرند و به سوی آن گرایش پیدا کنند. با این ترتیب ادیان ابراهیمی توانستند در میان مردمان شرق جایگاه خود را تثبیت کرده و ماندگار شوند. ادیان ابراهیمی ادعا می کنند که به عنوان دین خود مسئول تمامی اعمال و اخلاقیات مردمان جوامع هستند و میگویند موظفند نگذارند انسانها از راه راست، درست و خداپسندانه خارج شوند. این ادیان با ایجاد محدودیت‌هایی مانع پیشرفت علم و فلسفه در جوامع انسانی شدند و هر کدام به ویژه در شرق به دروغ چنین القا می‌کردند که اگر در پی علم و فلسفه هستید، خدا همه اینها را در کتاب‌های آسمانی به انسان هدیه داده است. با توجه به پیروان فراوان دین اسلام در خاورمیانه، این ادعای نادرست دین مردم را به بیراهه کشاند و خردمندان جوامع شرقی را به جای تحقیقات علمی و فلسفی به جستجوی علم در قرآن سوق داد. نتیجه آن شد که نه فلسفه‌ای درست از این کتاب به دست آمد و نه علم واقعی از دل آن استخراج شد. اغراق دین درباره قرآن باعث شد مردمان خاورمیانه در تولید علم عقب بمانند. در پی همین ادعا دین اسلام در شرق اندیشمندان را از علم و فلسفه واقعی دور کرد و آنان برای یافتن پاسخ همه پرسش‌ها به سراغ دین و متون دینی رفتند. تحقیقات گسترده‌ای در امور دینی انجام دادند و حتی برای فهم و تفسیر دین نوشته‌های فراوانی پدید آوردند. در نهایت یافته‌های هر اندیشمند در این حوزه‌ها به عنوان افتخاری برای دین و آیین اسلام معرفی شد، در حالی که بسیاری از همان اندیشمندان پس از درک ماهیت واقعی دین خود را از آن جدا کردند و آشکارا اعلام کردند که دیگر با دین کاری ندارند
اما چون حوزه تحقیق آنان در دورانی شکل گرفته بود که دین بخشی از باورشان را تشکیل میداد، اندیشه های پیشینشان به عنوان دستاوردهای دینی به مردم معرفی شد، در حالی که این همه حقیقت زندگی فکری آنان نبود. هر جا که به نفع دین اسلام بود، از نام و آثارشان در تبلیغات دینی استفاده شد و این واقعیت که بعدها از دین براءت جستند از تاریخ حذف گردید. افرادی چون ابوعلی سینا، حلاج، سهروردی و بسیاری دیگر که در آغاز تحقیقات خود مسلمان بودند، اما با مطالعه عمیق‌تر دریافتند که دین ابزاری برای بازی قدرت و سیاست است. بر اساس شواهد تاریخی، با توجه به حضور گسترده عارفان و فیلسوفان در شرق که بر انسانگرایی تاکید داشتند و توانستند این اصل بنیادین جوامع بشری را در میان مردم جا بیندازند، روابط انسانی در این جوامع نیز بر همین مبنا شکل گرفت. برای مثال شرقیان تاکنون جنگی وحشیانه و خانمانسوز در مقیاس جهانی بر بشریت تحمیل نکردند، هرچند در محدوده شرق نیز جنگ‌های بسیار خونین و ویرانگری چه برای کشورگشایی و چه برای گسترش دین رخ داده است. در مقابل عصر روشنگری تا حدی اروپاییان را از عقب ماندگی فرهنگی نجات داد و آنان در مدت زمانی کوتاه مسیری را پیمودند که بسیار سریع و موفق بود و عقب افتادگی علمی خود را جبران کردند، مسیری که نتایج آن برای همه جهان سودمند واقع شد. باید توجه داشت که اروپاییان در شرایطی خاص توانستند عقب افتادگی علمی نزدیک به 1000 ساله خود را در اندکی بیش از 100 سال جبران کنند. همچنین روند طبیعی و تکاملی در برخی جوامع شرقی مانند چین، ژاپن و کره علاوه بر رشد انسانگرایی در حدی بسیار بالا، موجب پیشرفت چشمگیر علم و فلسفه نیز شد، نتایجی که امروز برای همگان آشکار است. این کشورها در شمار سرآمدان علمی جهان قرار دارند، زیرا هیچ یک از ادیان ابراهیمی نتوانست در آن مناطق قدرت را به طور کامل در دست گیرد. در مقابل در دیگر مناطق شرقی مانند خاورمیانه که نه تنها ایدئولوژی اسلام بلکه همه ادیان ابراهیمی از آنجا سرچشمه گرفتند، افرادی پدیدار شدند که دین را ابزاری مناسب برای به دست آوردن قدرت بر مردم یافتند. آنان خود را در قالب رهبران دینی و ادامه دهندگان راه پیامبران معرفی کردند و از آنجا که دین در میان مردم پیروان فراوانی داشت، تسلط بر جامعه به نام دین برایشان آسان بود. این افراد به خوبی می‌دانستند که در پوشش دین مشروعیت خود را از مردم خواهند گرفت و از همین راه دین را ابزاری کارآمد برای دستیابی به قدرت و ثروت قرار دادند. به همین دلیل اجازه ندادند این نگرش دینی از میان مردم حذف شود تا همواره قدرت را در اختیار داشته باشند یا در آن شریک بمانند. ادیانی مانند اسلام که هنوز در خاورمیانه قدرت را در دست دارند و در تمامی امور زندگی مردم با زور و ظلم محدودیت ایجاد می‌کنند، اگر توسط مردم این مناطق به حاشیه رانده شوند، بی تردید این جوامع می‌توانند با توجه به شرایط دنیای کنونی در زمانی نسبتاً کوتاه عقب افتادگی را که عامل اصلی آن دین اسلام بوده جبران کنند و در مسیر درست توسعه برای تولید علم و فلسفه گام‌های اساسی و پایداری بردارند. بخش 13: اسلام و حقوق بشر. در طول 2 قرن نخست تهاجم عرب و به دست گرفتن قدرت در محدوده جغرافیایی خاورمیانه و آفریقا، تقریباً تولید و رشد علمی، فلسفی و حتی هنری در همه شاخه‌ها به شدت کاهش یافت، یا میتوان با احتیاط گفت که عملاً متوقف شد.
دین عرب چنان فشارها و مشکلات گسترده‌ای بر مردم این مناطق تحمیل کرده بود که ساکنان این سرزمین‌ها بیش از هر چیز در اندیشه رهایی از مصیبت‌هایی بودند که از سوی حاکمان عرب مسلمان بر آنان وارد می‌شد. قدرت و نفوذ اعراب حاکم به اندازه‌ای بود که هر جنبشی از سوی مردم مناطق مختلف علیه آنان به شدیدترین و خشنترین شکل ممکن سرکوب می‌شد. با بررسی تاریخ می‌توان سرکوب تمامی حرکت‌های رهایی بخش مردمان خاورمیانه در دوران حاکمیت اعراب مسلمان را مشاهده کرد. در ایران جنبش‌های متعددی شکل گرفت، اما تقریباً همگی در 2 قرن نخست پس از حمله اعراب ناکام ماندند. جنبش‌هایی چون بابک خرمدین، سیاه جامگان، ابو مسلم خراسانی، سندباد، سپید جامگان و دیگران. در مصر و سوریه نیز که بخشی از امپراتوری بیزانس بود مقاومت‌هایی صورت گرفت، اما در نهایت این اعراب مسلمان بودند که توانستند به طور کامل بر این مناطق از امپراتوری روم تسلط یابند. از جمله مقاومت مصریان در نبرد هلیوپولیس. یکی از مهمترین جنبش‌های ایرانیان در آن دوران جنبش شعوبیه بود. از آنجا که اعراب مسلمان خود را فاتح جنگ‌ها می‌دانستند، برتری ذاتی برای خود قائل بودند و دیگر انسان‌های مغلوب را فروتر می‌شمردند. این نگاه موجب فشارهای شدید بر مردم شد، به گونه‌ای که وارد خانه‌های ایرانیان می‌شدند، دستور می‌دادند غذای خاص تهیه شود و حتی یکی از زنان خانواده را به عنوان همخوابه مطالبه می‌کردند. اگر خانواده‌ای از انجام این خواسته ها سرباز می‌زد، همه اعضای آن از زن و کودک گرفته تا بزرگسالان از دم تیغ می‌گذشتند. این رفتارها ریشه در شعاری داشت که از زمان محمد پیامبر اسلام رواج یافته بود، اینکه میان مسلمان و اندیشه‌های دیگر این شمشیر است که حکم می‌کند. در واقع به چنین وضعیتی مردم ایران جنبش شعوبیه را شکل دادند. این جنبش بر برابری انسانها تاکید داشت و معتقد بود هیچ انسانی بر دیگری برتری ذاتی ندارد. شعوبیه آغاز فرایندی بود که در نهایت به تضعیف و پایان تسلط مطلق اعراب بر ایرانیان انجامید. در جریان جنگ و گریز با اعراب مسلمان، اندیشمندان ایرانی به تدریج دریافتند که با جنگ و خونریزی نمیتوان مانع گسترش این دین جدید شد، زیرا اعراب در خشونت و جنگاوری برای دستیابی به غنایم نیروی بی‌رقیب بودند. از این رو پس از مدتی به ابتکاری دیگر روی آوردند. آنان با نفوذ به درون ساختار قدرت اعراب و وارد کردن قوانین انسانی برگرفته از آیین‌ها و باورهای پیشا اسلامی ایران، این قوانین را به درون اسلام عربی تزریق کردند و شکل این دین را تا حدی مطابق با نیازهای جامعه آن روز تغییر دادند. این تغییرات نه تنها برای مردم ایران قابل پذیرش شد، بلکه نگاه جهانیان را نیز نسبت به اسلام تا حدی دگرگون کرد. اعراب نیز ناچار شدند پس از این تحولات بخشی از حقوق انسانی را به رسمیت بشناسند. ایرانیان از این راه توانستند برای نخستین بار از شدت خشونت اسلام اولیه بکاهند و تا آنجا که امکان داشت اصلاحاتی در ساختار این دین ایجاد کنند و برخی احکام و قوانین متمدنانه آن دوران را بر پایه اسلام عربی بیفزایند. در پی این رویکرد ایرانیان توانستند به سطوح بالاتری از ساختار حکومتی اعراب مسلمان در منطقه راه یابند و حتی تا اندازه روحیه تمامیت‌خواه و خشن آنان را مهار کنند. این شیوه در دیگر مناطق خاورمیانه و آفریقا نیز مورد توجه قرار گرفت و مردمان آن سرزمین‌ها با الهام از این الگو توانستند فشار اعراب مسلمان متجاوز را تا حدی کاهش دهند.
از آنجا که اعراب در ذات و فرهنگ آن روزگار روحیه خشن و ناآرام داشتند، خود قادر نبودند با ملایمت و بر پایه انسانیت با شکست خوردگان جنگ رفتار کنند. آنان به عنوان فاتحان جنگ این حق را برای خود قائل بودند که هر گونه رفتاری با مردمان تحت سلطه داشته باشند، به ویژه که آیین و دین آنان نیز هیچ محدودیتی برای چنین رفتارهای قائل نبود و حتی در آموزش‌های دینی محمد جنگجویان عرب مسلمان این اختیار را داشتند که با مغلوبان هر گونه که می‌خواهند رفتار کنند. اما خردمندان ایرانی به آنان آموختند که دین با چنین رویکردی پایدار نخواهد ماند و اگر رفتارهای خشونت‌آمیز ادامه یابد خود اسلام نابود خواهد شد. این آگاهی یکی از دلایلی بود که اعراب خشن را واداشت بخشی از مناصب حکومتی در ایران را به اندیشمندان ایرانی واگذار کنند. با تسلط بیشتر ایرانیان و با توجه به توانایی آنان در حل مشکلات مردم، آرام آرام توانستند حاکمیت ایران آن روزگار را عملاً در دست گیرند. اعراب مسلمان پس از مدتی به این حد رضایت دادند که فقط نام خلیفه وقت در خطبه ها و سخنرانی ها برده شود و در کنار آن مبلغی به عنوان مالیات به خلیفه عرب پرداخت گردد، آن هم برای اینکه اعراب اطراف را راضی نگه دارند تا دوباره به مردم حمله نکنند و دست به غارت اموال و دارایی هایشان نزنند. در نسخه تغییر یافته اسلام عربی، ایرانیان برای آنکه حتی به خود اعراب مسلمان ثابت کنند که مفاهیمی همچون حقوق انسانی در اسلام وجود دارد، از مفهومی به نام حدیث استفاده کردند و آن را در اسلام رواج دادند. با تفسیر و گسترش احادیث، تغییرات گسترده‌ای در متن اسلام عربی ایجاد شد. از همین احادیث برای اثبات دیدگاه‌های خود بهره گرفتند و به اعراب مسلمان میگفتند که بنابر فلان حدیث برگرفته از گفتار یا رفتار محمد پیامبر اسلام کدام عمل درست و کدام نادرست است، چه کاری گناه محسوب می شود و چه کاری ثواب و پاداش اخروی دارد. ایرانیان با ساختن هزاران حدیث موفق شدند همه نکاتی را که برای قوانین انسانی و تنظیم زندگی اجتماعی لازم بود در قالب این احادیث جعلی وارد کنند و برای آنها نیز منابع و راویان مشخص نمایند. این شیوه به تدریج در بسیاری از مناطق تحت سیطره اسلام رواج یافت و تا امروز ادامه پیدا کرده است. این روند نقطه آغاز انسانی جلوه دادن چهره اسلام عربی بود. اسلامی که در آغاز با خون، وحشت، غارت و تعرض به جان و ناموس مردم شکل گرفته بود. در پی تغییر در اصل دین و دادن ظاهری انسانی به آن، روایت صلح طلبانه از اسلام به تدریج میان مردم رایج شد و این دین در سطح جهانی به عنوان دین صلح معرفی گردید. حتی اگر به معنای اولیه واژه اسلام که تسلیم شدن است توجه کنیم و معنای دیگری که ایرانیان برای اون ساختند یعنی صلح، در میابیم که اسلام تدوین شده در ایران با اسلام واقعی اولیه عرب که با کشتار و خشونت گسترش می‌یافت تفاوت اساسی دارد. پس از این دوران یعنی حدود 200 سال نخست اسلام عربی، زمانی که ایرانیان و تا حدی دیگر مناطق خاورمیانه موفق شدند عناصر و کارگزاران عرب را از مناصب حکومتی کنار بگذارند، شرایط دگرگون شد. اندیشمندان ایرانی در حوزه‌های گوناگون از جمله فلسفه، علم، هنر و ادبیات با آثار و نظریات خود موجب افتخار جامعه خویش شدند. از آنجا که این اندیشمندان از قلمروهای تحت سیطره اسلام به جهان معرفی می شدند، فعالیت‌های آنان باعث شد جهانیان تصویر متفاوتی از اسلام به دست آورند. هرچند بسیاری از همین اندیشمندان در نهایت از اسلام تبرا جستند، زیرا به اصل اسلام عربی پی برده بودند
و با مقایسه آن با اسلام انسانی شده‌ای که ایرانیان ساخته بودند، اسلام اولیه را چیزی جز یک دروغ نمی‌دانستند و از آن فاصله گرفتند. در شرق، به ویژه در مناطقی که اسلام بر آنها مسلط شده بود، از فرونشستن غبار جنگ‌های اعراب مسلمان و با تغییراتی که خردمندان این سرزمین‌ها بر پیکره اسلام خشن عربی سوار کردند، تغییراتی که تا حد زیادی احساس امنیت در برابر ظلم و جور اعراب ایجاد کرد، زمینه برای شکوفایی فراهم شد. از قرن سوم تا قرن هفتم هجری خورشیدی دوران درخشانی در علم، هنر و فلسفه در این جوامع رقم خورد. در این دوره برجسته ترین چهره ها در این حوزه ها به جهان معرفی شدند، زیرا مردم شرق در فضایی نسبتاً آزاد و با حمایت حاکمیت وقت به فعالیت علمی و هنری پرداختند و استعدادهای فراوانی شکوفا شد. اما این روند با حمله ویرانگر و وحشیانه مغولان در قرن 13 میلادی متوقف گردید، دوره‌ای که حدود 160 سال به طول انجامید و در آن رویداد علمی یا فلسفی شاخصی در ایران رخ نداد. در میان این دوران تاریک تنها چهره‌ای که توانست از ایران مطرح شود خواجه نصیرالدین طوسی بود. پس از قرن 15 یا 16 میلادی، بنابر شرایط جدید زمانه، مسیر آن جهش علمی و فلسفی بار دیگر دچار تغییر شد و سکوتی نسبی در بیشترین شاخه‌های تحقیقاتی پدید آمد. ایران دوباره به رکود در تولید علم و پژوهش کشیده شد، اما این بار عامل اصلی این رکود مسئله متفاوت بود که باید ریشه های آن را در غرب، به ویژه در اروپا جستجو کرد. در این دوره اروپاییان روند گسترده‌ای از غارت اموال مردمان دورترین نقاط جهان را آغاز کردند و کشورهای گوناگون را به سرزمین‌های تحت سلطه خود تبدیل نمودند. هر دانشی که در این مناطق تولید می‌شد یا به نام خود ثبت می‌کردند، چون آن سرزمین‌ها را متعلق به خود می‌دانستند، یا با کپی برداری آن را به نام خیش به جهانیان معرفی می‌کردند. این دوره را کلونیالیسم یا دوران استعمار می‌نامند که به دست اروپاییان رقم خورد. آثار و پیامدهای این دوران را می‌توان همسنگ حملات اعراب و مغولان به شرق دانست، چرا که اروپاییان حتی از غارت ذخایر غذایی کشورها نیز چشم‌پوشی نکردند. آنان مواد غذایی انبار شده را برای تأمین نیروهای نظامی خود به یغما می‌بردند و همین امر سبب شد مردمان سرزمین‌های شرق با بحران شدید آذوقه مواجه شوند و قحطی‌های گسترده‌ای در این کشورها شکل بگیرد. برای نمونه کافی است به تاریخ ایران در جریان جنگ دوم و قحطی بزرگ آن دوره توجه کنیم که به مرگ میلیون‌ها ایرانی انجامید. باید توجه داشت که قرار گرفتن یک جامعه تحت سلطه بیگانگان عملاً امکان رشد جدی در علم و فلسفه را از میان میبرد، زیرا مردم ناگزیرند بخش عمده توان و زمان خود را صرف مبارزه با سلطه‌گران کنند. این موضوع بسیار حساس و قابل تأمل است. اگر به روند کلونیالیسم اروپایی در بیشتر نقاط جهان دقت شود، در میابیم هر جا فرد یا گروهی در کشورهای استعمار شده توان تولید علم و دستیابی به سرمایه فکری و اقتصادی را داشت، استعمارگران آن افراد را به کشورهای خود منتقل می‌کردند تا هم منافع اقتصادی را حفظ کنند و هم نام و اعتبار علمی به خودشان تعلق گیرد و اجازه ندهند توانمندی و هویت علمی مردمان تحت سلطه به نام خودشان در جهان شناخته شود. با جستجو در زندگی بسیاری از دانشمندان معاصر میتوان دید که ریشه و اصل آنان به سرزمین‌های دیگری باز می‌گردد. برای مثال شمار قابل توجهی از افرادی که اصل نسبشان به هند میرسد اما چند نسل است در انگلستان زندگی میکنند مصداق همین روند است.
این شیوه یکی از روش‌های قدیمی و شناخته شده در تاریخ استعمار بود. امروزه نیز در کشورهایی که حاکمان نالایق و تکنگر قدرت را در دست دارند و ایدئولوژی و بقای خود را بر تولید علم، عقلانیت و حتی انسانیت ترجیح میدهند و از این طریق زندگی مردم را تلخ و دشوار میسازند، پدیده‌ای به نام فرار مغزها شکل میگیرد. در چنین شرایطی کشورهای غربی همواره به دنبال شناسایی و جذب نخبگان از میان مردمان سایر نقاط جهان هستند تا از توان فکری آنان در جهت منافع خود بهره برداری کنند. بخش 14: ایران. ممکن است این پرسش به ذهن برسد که اگر ایران هیچگاه به طور رسمی و کامل مستعمره قدرت‌های اروپایی نبوده، پس چرا در چند قرن اخیر از این سرزمین چهره‌های شاخص و جریانساز در فلسفه و علم در حدی که به طور مستقل در جهان اثرگذار باشند کمتر ظهور کردند؟ برای پاسخ به این پرسش ناگزیر باید تاریخ چند صد ساله اخیر ایران را با دقت بیشتری بررسی کرد. نخست آنکه هرچند در ظاهر ایران مستعمره مستقیم هیچ کشور اروپایی نبود، اما در عمل سرنوشت سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی آن برای مدت‌های طولانی در بیرون از مرزهایش رقم می‌خورد. نمونه روشن آن دوران قاجار و حتی پهلوی است. از مسئله نفت گرفته تا نقش ایران در جنگ‌های جهانی اول و دوم که پیامدهای ویرانگری برای این کشور و مردمش به همراه داشت. دخالت قدرت‌های خارجی اگرچه همیشه با اشغال رسمی همراه نبود، اما به طور مستمر مانع شکل‌گیری یک روند پایدار توسعه فکری، علمی و فلسفی شد. دوم آنکه وضعیت کلی ایران پس از حمله مغولان را اگر به دقت بنگریم میتوان گفت این سرزمین تا مدت‌های طولانی در نوعی رکود تاریخی به سر برد. از زمان سلطه مغولان به بعد مردم ایران همواره با بحران‌هایی مواجه بودند که منشأ آنها درونزا نبود، بلکه از بیرون به این جامعه تحمیل میشد. این بحران‌ها بخش عظیمی از توان روانی، اقتصادی و اجتماعی مردم را صرف بقا و مقابله با فشارهای تحمیلی میکرد. طبیعی است که در چنین وضعیتی مجال کافی برای تمرکز پایدار بر تولید علم، فلسفه و نظریه پردازی عمیق فراهم نشود. در واقع همان گونه که در 170 سال نخست پس از حمله اعراب مسلمان مردم ایران عمدتاً درگیر نوعی مبارزه فرهنگی و هویتی با سلطه یک ایدئولوژی بیگانه بودند، در دوره‌های بعدی نیز این الگو کم و بیش تکرار شد. ایرانیان برای رهایی از سلطه فرهنگی و سیاسی اعراب از هر روشی که در توان داشتند بهره بردند و سرانجام موفق شدند اسلام عربی اولیه را در قالبی دیگر باز تعریف کنند و معنای متفاوت از آن ارائه دهند. اما همین فرایند پرهزینه فرصت‌های فراوانی را که می‌توانست صرف پیشرفت علمی و فلسفی شود از جامعه گرفت. با این حال تاریخ ایران نشان می‌دهد که هرگاه این مردم توانستند برای مدتی کوتاه از فشارهای بیرونی رها شوند، درخشش علمی، فرهنگی و فلسفی آنان چشمگیر بوده است. دوران شکوفایی پس از تضعیف سلطه مستقیم اعراب و ظهور سلسله‌هایی چون طاهریان، صفاریان و به ویژه سامانیان نمونه روشنی از این توان بالقوه است. در این دوره ایرانیان دوباره در علوم، فلسفه، ادب و هنر در زمره سرآمدان جهان قرار گرفتند، اما متاسفانه این روند به دلیل بحران‌های پی در پی تداوم نیافت. یکی از ویژگی‌های تاریخی جامعه ایران این بوده که هرگاه توان مقابله نظامی مستقیم با دشمن خارجی را نداشته، راهبردی متفاوت در پیش گرفته است. مقاومت از مسیر فرهنگ، دانش
و نفوذ تدریجی در ساختار قدرت. ایرانیان به جای نابودی مهاجم در میدان جنگ، او را در میدان فرهنگ و اداره جامعه به چالش کشیدند. اگر مهاجم فاقد پشتوانه فرهنگی و تمدنی قوی بوده، ناچار تحت تأثیر فرهنگ و نظم اجتماعی ایرانیان قرار گرفته است. این الگو را هم در مواجهه با اعراب مسلمان می‌بینیم و هم در برخورد با مغولان و تیموریان. ایرانیان در بسیاری از این موارد مهاجمان را در جنگ شکست ندادند، اما در نهایت این مهاجمان بودند که بخشهایی از فرهنگ، دیوان سالاری و شیوه حکمرانی ایرانی را پذیرفتند. نمونه بارز این روند پس از حمله مغولان دیده می شود. زمانی که با فروکش کردن جنگ و ویرانی، ایرانیان از راه نفوذ فرهنگی و اداری وارد دربار مغولان شدند. در این میان نقش شخصیت‌های چون خواجه نصیرالدین طوسی بسیار تعیین کننده بود. همین الگو پس از حمله اعراب نیز تکرار شد. وقتی گرد و غبار جنگ فرو نشست و ایرانیان دریافتند که از نظر نظامی شکست خوردند، اما در این حال شاهد خشونت، غارت و بیرحمی گسترده اعراب بودند، به این نتیجه رسیدند که ادامه بقا در گرو تغییر میدان نبرد است. جنگ از شمشیر به قلم منتقل شد. نتیجه این راهبرد آن بود که پس از حدود 2 قرن نفوذ مستقیم اعراب در ایران تضعیف شد و با ظهور حکومت‌هایی چون طاهریان و صفاریان و سپس سامانیان، تلاش جدی برای احیای هویت ایرانی و ساختارهای ساسانی آغاز گردید. سامانیان عملاً توانستند حاکمیت ایرانی را دوباره مستقر کنند و نفوذ سیاسی و اداری اعراب مسلمان را از ایران آن روزگار به حداقل برسانند. در مجموع اگر ایران در چند قرن اخیر کمتر فرصت درخشش مستقل فلسفی و علمی یافته، نه به دلیل فقدان ظرفیت فکری، بلکه به سبب تداوم فشارهای بیرونی، دخالت قدرت‌های خارجی و درگیری‌های مداومی بوده است که انرژی تاریخی این جامعه را بارها از مسیر تولید اندیشه ناب منحرف کرده است. متاسفانه در دوران صفویه، هرچند با پذیرش شاخه‌ای دیگر از دین اسلام که در آن زمان کاملا در اقلیت بود و با توجه به شرایط سیاسی آن دوران و پیشروی امپراتوری عثمانی به عنوان اشاعه دهنده شاخه تسنن اسلام عربی، صفویان برای جلوگیری از نفوذ مجدد بیگانه به ایران شیوه‌ای را در پیش گرفتند که هدف آن بستن راه ورود خارجی به کشور بود. از آنجا که شاخه تسنن اسلام که در اغلب کشورهای عربی حاکم بود، در بردارنده فرهنگ عربی و صورت اولیه اسلام محسوب میشد، ایرانیان به سوی فرقه شیعه گرایش پیدا کردند. فرقه‌ای که پس از اختلافات میان اعراب و بعد از مرگ محمد شکل گرفت. با کنار گذاشته شدن علی خلیفه 4 مسلمانان، درگیر کشمکش‌ها و جنگ‌های برای تصاحب قدرت شدند و در این میان گروهی کوچک از هواداران علی فرقه شیعه را بنیان گذاشتند، بی آنکه بدانند روزی همین فرقه به بلای جان مردمان این سرزمین تبدیل خواهد شد. در اینجا میتوان گفت تاریخ اسلام تا حد زیادی شبیه آنچه در مسیحیت رخ داد تکرار شد. در 1525 میلادی افرادی چون مارتین لوتر و کالون برای نجات دین مسیحیت دست به اقدامی زدند که از جهاتی به رفتار مسلمانان ایرانی و شکل‌گیری تشیع شباهت داشت. با این تفاوت اساسی که غرب توانست به دوران طلایی روشنگری دست یابد، دوره‌ای که در آن تلاش شد دین از سیاست و کشورداری جدا شود. نتیجه این جدایی رشد چشمگیر فلسفه و علم در غرب بود. اما متاسفانه مسیری که صفویان در ایران انتخاب کردند نتیجه کاملا متفاوت داشت. در این دوره جهل و خرافه پرستی به شدت گسترش یافت و توجه به علم، فلسفه و هنر به حاشیه رانده شد.
هرچند نخبگان و اندیشمندان ایرانی تلاش کردند در برابر این موج خرافه‌گرایی بایستند، اما موفقیتی حاصل نشد، زیرا خود حاکمیت در ترویج و اشاعه خرافات نقش مستقیم داشت. کسانی که می‌کوشیدند مانع رشد خرافه پرستی دینی شوند، نه تنها حمایت نشدند، بلکه حاکمیت برایشان مشکل ایجاد می‌کرد و مسیر زندگی و فعالیت فکری آنان را می‌بست. افزون بر این، ایران به دلیل هجوم مداوم قبایل و قدرت‌های مختلف از کشورهای همسایه ناخواسته در دوره‌های طولانی درگیر جنگ‌های پی در پی شد، از حمله مغول و تیمور گرفته تا درگیری با عثمانی‌ها، جنگ‌های ایران و روسیه و کشانده شدن جنگ جهانی اول و دوم به داخل مرزهای ایران. حتی جنگ‌هایی که خود ایرانیان برای بازپسگیری سرزمین‌های از دست رفته یا حفظ تمامیت ارضی به راه انداختند. در مجموع فشار عظیمی بر جامعه وارد کرد. اگر چنین مصائبی به طور پی در پی بر هر ملتی تحمیل میشد، این بود که آن جامعه به تدریج به واپسگرایی کشیده شود و به سوی پناه بردن به امدادهای غیبی و وعده‌هایی که ادیان مطرح می‌کردند سوق پیدا کند. در گذشته نه چندان دور نیز جنگ عراق نمونه روشنی از همین روند است. جنگی که با اصرار دینباوران ضد مردم 8 سال به طول انجامید و ویرانی و خسارت های گسترده‌ای برای ایران به بار آورد. جنگی که میتوان آن را بی هدف و حاصل لجبازی کودکانه دو طرف دانست، اما بیش از همه ناشی از حماقت کسی بود که در مقام رهبری ایران قرار داشت و نتیجهش از بین رفتن سرمایه‌های ملی و مهمتر از آن جان هزاران انسان بیگناه بود. پس از پایان این جنگ نیز همان دینباوران شیعه که بر ادامه آن پافشاری می‌کردند هیچ ارزشی برای مردم و کشور قائل نشدند. آنان به غارت ثروت‌های ملی پرداختند تا اهداف دینی و ایدئولوژیک خود را پیش ببرند و عمدن مردم را در وضعیتی نگه داشتند که نتوانند دوباره سامان بگیرند و روی پای خود بایستند. همزمان فرهنگ خرافه‌گرایی بیش از پیش در جامعه رواج یافت. توسل به دعا، خدا، پیامبر و امامان به عنوان راه حل مشکلات زندگی تبلیغ شد. حاکمان القا می‌کردند که مردم در صورت بروز هر مشکلی باید دست نیاز به سوی رهبران دینی عربی دراز کنند که خود در دوران حیاتشان حتی نتوانستند از جان و زندگی خیش محافظت کنند. بدین ترتیب حاکمان دینباور با ترویج جعل و خرافه جامعه را هرچه بیشتر به عقب راندند. در این حال نباید فراموش کرد که در دوران حدود 170 ساله سلطه اعراب مسلمان بر ایران، شمار زیادی از مبارزان برای نجات مردم و کشور از دست آنان قیام کردند. از گوش و کنار ایران چهره‌هایی چون بابک خرم‌دین، یعقوب لیث و بسیاری دیگر پرچم مقاومت برافراشتند، قیام‌هایی که نشان می‌دهد روح اعتراض و تلاش برای رهایی در این سرزمین هرگز خاموش نبوده است. از این دوره باید به دوران پر افتخاری در تاریخ ایران اشاره کرد. دورانی سرشار از تحول و پیشرفت که از قرن سوم خورشیدی آغاز شد و با استمرار و پیگیری تا زمان حمله مغول ادامه یافت. این بازه زمانی که حدود 400 سال به طول انجامید، شاهد ظهور انسان‌های بسیار تاثیرگذار در حوزه‌های علم و فلسفه، هنر و ادبیات بود. افرادی که دستاوردهایشان نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان اثرگذار شد. برای نمونه در حوزه پزشکی چهره‌ای چون ابوعلی سینا ظهور کرد. در عرصه ادبیات نام‌های همچون فردوسی و مولانا درخشید و در حوزه فلسفه اندیشمندانی مانند ابن سینا و اسماعیل ابن محمد رازی نقش آفرین بودند و در زمینه هنر نیز رشته‌هایی چون سفالگری، خوشنویسی، شیشه‌گری، معماری و فلزکاری به شکوفایی چشمگیری رسیدند.
اما این روند بالنده بار دیگر با هجوم و درگیری‌های مغولان دچار وقفه شد. شور و پویایی فکری و فرهنگی در میان مردم ایران فروکش کرد و در بسیاری از این حوزه‌ها نیت شاخصی صورت نگرفت. در این دوره که حدود 1 قرن به طول انجامید، تنها با نامی برجسته شناخته می شود: خواجه نصیرالدین طوسی، که در عرصه علم و فرهنگ همچنان جایگاهی در خور توجه داشت. کتاب شرق و رنسانس، نوشته علیرضا غلامی. فایل 9. گویش عیسی. بخش 15. پیشرفت انسانی. AvoyaBook.com. هرگاه در یک کشور از سوی حاکمیت دین امری کاملا شخصی تلقی شود و حکومت در سیاستگزاری‌های خود جایگاه ویژه‌ای برای دین خاصی قائل نشود و همچنین برای امور دینی چه در داخل و چه در خارج از کشور از بودجه عمومی هزینه نگردد، مردمان آن کشور در زمینه‌های علمی، فلسفی و هنری با سرعت بیشتری رشد خواهند کرد. تجربه ها نشان می‌دهد هرچه مردم انرژی و زمان بیشتری را صرف برقراری روابط انسانی درست و اصولی در زندگی کنند، یعنی در طول حیات خود با شادی و کیفیت بهتری زندگی کنند، نه اینکه تمام وقت و توان خود را معطوف به مرگ و جهان پس از آن که هیچ سندیت واقعی ندارد، جامعه در دوران زندگی خود انسان‌های موفق و اثرگذار هم برای جامعه و هم برای هم نوعان و حتی سایر موجودات زنده پرورش خواهد داد. اندیشمندان و انسان‌های اثرگذار در حوزه فلسفه متناسب با شرایط زمان خود نظریه‌ها و راهنمودهایی برای تنظیم روابط میان انسان‌ها ارائه دادند. قوانینی که هدفشان این بوده است که انسان‌ها در دوران زندگی خود با آزادی و حقوق انسانی زیست کنند، نه اینکه تمام فکر و ذکرشان را به مرگ اختصاص دهند. این همان رویکردی است که حاکمان دینی در بسیاری از نقاط جهان برعکس آن را تبلیغ می‌کنند. بیشک این جمله آشنا را شنیده اید که روحانیون حکومتی در میان مردم ایران ترویج می‌کنند: امیدوارم عاقبت به خیر شوید. عبارتی که منظور از آن جا گرفتن در بهشت خیالی و غیر واقعی پس از مرگ است. دوران رنسانس اروپاییان زمانی که دریافتند باید خود را از چارچوب بسته دین رها کرده و به سوی حقوق انسانی حرکت کنند، جامعهشان وارد مسیر رشد شد. آنان زندگی را برای زندگی کردن سامان دادند، چرا که این فرصت تنها یک بار به انسان داده می شود. به همین دلیل آموزه های دینی در میان آنان کمرنگ شد. پیش از رنسانس کلیسا در اروپا به مردم القا می کرد که بهترین راه سعادت ادبی این است که زندگی را برای مردن سپری کنند. این تفکر شباهت زیادی به تمام حکومت‌های دینی دارد که قوانینشان همگی در خدمت ترویج افکار مذهبی است و همین پیام را به مردم می‌دهند. نتیجه این رویکرد کسب پول آسان و بدون کار فیزیکی برای گردانندگان آیین هاست. رهبران دینی در هر دوره می‌دانند که مهمترین وظیفهشان حفظ دکان خرافه فروشی آیین خود و انتقال آن به نسل‌های بعدی است. پرسشی که مطرح می‌کنید دقیقاً در نقطه ایستاده که بسیاری از اندیشمندان معاصر نیز با آن درگیرند. آیا رنسانس به عنوان الگو هنوز معنا دارد؟ و اگر ندارد، آیا بشر امروز به نوعی دیگر از تحول بنیادین نیازمند است؟ پاسخ کوتاه است: بله، تغییر ضروری است، اما نه از جنس رنسانس تاریخی. رنسانس اروپایی واکنشی بود به یک گسست عمیق تاریخی. اروپا بیش از 1000 سال از سنت فلسفی و علمی یونان و روم جدا افتاده بود و ناچار شد برای حرکت دوباره به عقب بازگردد. نام نوزایی دقیقاً از همین جا می آید.
زنده کردن چیزی که مرده یا سرکوب شده بود. در جهان امروز چنین بازگشتی نه ممکن است و نه حتی منطقی. ما در عصر تکنولوژی، ارتباطات لحظه‌ای و هوش مصنوعی زندگی می‌کنیم. عصری که نه تنها دانش از دست نرفته بلکه بیش از حد انباشته شده است. بحران امروز بشر فقدان علم نیست، بلکه نحوه استفاده از علم، قدرت و اطلاعات است. بنابراین به کار بردن واژه رنسانس برای جهان کنونی همانطور که اشاره کردید از نظر مفهومی اشتباه است. با این حال یک شباهت بنیادین وجود دارد. در هر دو دوره دین نهادینه شده مانعی جدی بر سر راه رشد روابط انسانی، عقلانیت اجتماعی و آزادی فردی بوده است. در شرق به ویژه در سنت‌های عرفانی، فلسفی و اسطوره‌ای، انسانگرایی هرگز به طور کامل حذف نشد. حتی وقتی دین حاکم بود، لایه‌هایی از اخلاق، شفقت، احترام به دیگری و معناجویی انسانی باقی ماند. عرفان شرقی چه در ایران، چه در هند و چه در چین، برخلاف دین نهادی اغلب بر تزکیه فرد، اخلاق رابطه‌ای و آشتی انسان با خود و جهان تاکید داشت، نه بر اطاعت کور و ترس از مرگ. به همین دلیل شرق نیازی به بازگشت به گذشته نداشت، بلکه همواره نوعی پیوستگی فرهنگی را حفظ کرده بود. مشکل شرق نه فقدان انسانگرایی، بلکه تداوم سلطه سیاسی دین و قدرت‌های خارجی بود که اجازه نداد این ظرفیت‌های انسانی به نظام اجتماعی و حکمرانی تبدیل شوند. پس اگر بخواهیم دقیق باشیم، مسئله امروز بشر نه نوزایی بلکه چیزی شبیه به این است: گذار از عصر سلطه ایدئولوژی‌ها به عصر بلوغ انسانی. در این گذار دین باید به طور کامل به امر شخصی بازگردد. سیاست باید بر پایه عقلانیت، حقوق بشر و رفاه زمینی انسان بنا شود. علم باید از ابزار قدرت به ابزار بهبود کیفیت زندگی تبدیل شود. و تکنولوژی باید در خدمت انسان باشد، نه جایگزین اخلاق و مسئولیت او. اگر رنسانس اروپایی انسان را از اسارت کلیسا آزاد کرد، تحول امروز باید انسان را از اسارت ایدئولوژی، هویت‌های تحمیلی و تقدس قدرت رها کند. این نه بازگشت است، نه نوزایی، بلکه رسیدن به مرحله‌ای است که بشر هرگز به طور کامل تجربه نکرده است. عنوان: جهان هستی و انسانیت. در جوامع انسانی اگر مسائل بنیادین زندگی محترم شمرده شوند و انسان به عنوان محور اصلی سیاست، فرهنگ و قانونگذاری قرار گیرد، مسیر رشد و تکامل اجتماعی هموار خواهد شد. انسان محوری بدین معناست که نیازهای واقعی انسان از جمله برابری حقوقی، آزادی‌های فردی و اجتماعی، امنیت اقتصادی و کرامت انسانی در اولویت تصمیم گیری‌های کلان جامعه قرار گیرند. چنین نگاهی جامعه را به سمت برنامه‌ریزی آگاهانه برای صلح، آرامش و رفاه سوق می‌دهد. در چارچوب چنین فرهنگی اگر اندیشه‌ای یا ایدئولوژی از جمله یک دین در میان مردمان ظهور کند، تنها در صورتی امکان بقا و گسترش خواهد داشت که خود را به طور کامل با قوانین، عرف و فرهنگ موجود آن جامعه تطبیق دهد. در غیر این صورت نه تنها پذیرفته نخواهد شد، بلکه با مقاومت اجتماعی روبرو می شود. این یک اصل شناخته شده در تاریخ اندیشه است. هر نظام فکری که در نخستین مواجهه به جنگ عادات، رسوم و زیست جهان مردم برود، پیش از تثبیت طرد خواهد شد. برای نمونه، اگر اسلام در آغاز ظهور خود مستقیما در برابر فرهنگ قبایل عرب می ایستاد و همه سنت‌ها و روابط اجتماعی آنان را نفی می‌کرد، هرگز نمی‌توانست جایگاهی در میان همان جامعه پیدا کند. پذیرش تدریجی یک اندیشه تنها زمانی ممکن است که در قدم‌های اولیه خود را همسو با مردم نشان دهد.
برخلاف تبلیغات رایج، این دین نبود که فرهنگ یا تمدن را به اعراب آورد، بلکه دقیقاً برعکس، این فرهنگ و مناسبات اجتماعی عرب آن دوران بود که قالب و شکل اولیه اسلام را ساخت. ادعای تمدن سازی دین بیش از آن که مبتنی بر واقعیت تاریخی باشد، محصول جعل ایدئولوژیک بعدی است. به طور کلی هر دینی که در منطقه‌ای ظهور می‌کند ناگزیر از فرهنگ همان جامعه تغذیه می‌شود، اما مشکل اساسی از آنجا آغاز می‌شود که دین در ساختار خود احکام را ثابت، فراتاریخی و غیر قابل تغییر معرفی می‌کند و مدعی است قوانین آن برای همه زمانها و مکانهاست. این تناقض بنیادین میان شکل‌گیری تاریخی و ادعای جاودانگی در دنیای مدرن به بحران تبدیل می شود. در جهان امروز کشورهایی که دین رسمی خود را اسلام قرار داده‌اند اغلب تلاش می کنند جامعه را به عقب بازگردانند، به الگویی متعلق به قرون اولیه اسلامی. رهبران دینی در این جوامع می کوشند مفهوم خلافت و نظم سیاسی صدر اسلام را بازسازی کنند و خود را وارث مشروع آن بدانند. با این حال اختلافات عمیق ایدئولوژیک و فرقه‌ای میان خود آنان مانع تحقق یک نظام یکپارچه شده است. گروه‌هایی مانند داعش، طالبان، حکومت اسلامی ایران یا نظام‌های دینی در منطقه در بنیان فکری اختلاف ماهوی با یکدیگر ندارند. اختلاف اصلی بر سر حق رهبری و شیوه اعمال قدرت است. هر کدام خود را نزدیکتر به سنت اصیل می‌دانند و دیگری را منحرف تلقی می‌کنند. همین تضادها ناخواسته به عاملی بازدارنده تبدیل شده است، چرا که اتحاد کامل این جریان‌ها می‌توانست فاجعه‌ای غیر قابل تحمل برای مردمان منطقه رقم بزنند. با این وجود این جریان‌ها حتی در نبود اتحاد نیز با مقاومت گسترده مردمی مواجه شدند. در عصر اینترنت، گردش آزاد اطلاعات و آگاهی جمعی دیگر امکان بازگرداندن جوامع به الگوهای قرون وسطایی را به شدت محدود کرده است. حکومت‌های دینی شاید با زور، سرکوب و اسلحه بقای خود را موقتاً تمدید کنند، اما نه قادر به تولید مشروعیت پایدارند و نه توان جذب نسل‌های آینده را دارند، بلکه هرچه بیشتر پیش می‌روند دافعه اجتماعیشان افزایش می‌یابد. نمونه روشن این وضعیت را می‌توان در ایران مشاهده کرد، جایی که حاکمیت دینی در تحقق وعده‌های خود شکست خورده و با ایستادگی گسترده مردم در برابر قوانین ایدئولوژیک و ضد انسانی مواجه شده است. آینده نشان می‌دهد که هرچه سطح آگاهی بالاتر می‌رود، شانس تداوم حاکمیت‌های دینی کمتر خواهد شد، زیرا انسان مدرن بیش از هر زمان دیگر زندگی را برای زیستن می‌خواهد، نه برای اطاعت، ترس و مرگ‌اندیشی. دقیقاً همین مثال داعش بهترین شاهد برای ادعایی است که در تمام این متن دنبال می‌کنید. داعش نسخه‌ای وفادار و بی سانسور از اسلام صدر اول بود، نه اسلام بزک شده، نه اسلام تفسیری آکادمیک، بلکه همان اسلام شمشیر، غنیمت، برده، قتل، رعب و خلافت. تفاوت داعش با صدر اسلام فقط در یک چیز بود: زمانه. داعش همون کاری را کرد که محمد و خلفای نخست کردند، با این تفاوت که این بار جهان قرن هفتم نبود. دیگر نه جامعه‌ای بسته بود، نه مردمی بی‌سواد، نه خبری از انحصار اطلاعات. همان جنایتی که در قرن هفتم فتح نام می گرفت، در قرن 21 جلوی چشم جهان جنایت نام گرفت. داعش شکست نخورد چون از اسلام فاصله گرفت، شکست خورد چون خیلی به اسلام نزدیک بود. رهبران داعش صریح گفتند که کارشان برگرفته از سیره پیامبر است. گردن زدن، بردگیری، کشتار مخالف، جزیه، وحشت افکنی همه مستند داشت. اما جهان امروز دیگر دنیای شمشیر و ترس نیست. ترس هنوز کار می کند، اما دیگر مشروعیت نمی سازد.
این همان چیزی است که اسلام سیاسی هنوز درکش نکرده. همین منطق را اگر به عربستان نگاه کنیم مسئله کاملا روشن می شود. عربستان به عنوان یکی از خالصترین نظامهای شرعی فهمید که اگر بخواهد با همان خوانش سنتی ادامه دهد نه تنها توسعه نمی بیند بلکه خود سلطنت را هم از دست می دهد. به همین دلیل نه از سر انسان دوستی بلکه از غریزه بقا مجبور به عقب نشینی شد. تغییرات عربستان اصلاح دینی نیست، اعتراف خاموش به شکست مدل شرعی در جهان مدرن است. کشورهایی که هنوز با شریعت اداره می شوند، ایران، افغانستان، بخشهایی از خاورمیانه و آفریقا، تقریبا هر روز با بحران مشروعیت، اعتراض، فروپاشی اجتماعی و فرار انسانها مواجهند. مشکل این نیست که حاکمان بد اجرا می کنند. مشکل این است که خود متن، خود ساختار، خود نگاه متعلق به جهان پیشا تکنولوژیک است. خشونت می تواند فتح بیاورد اما معنا نمی سازد و بدون معنا هیچ سلطه‌ای پایدار نیست. در همین چارچوب اگر به وضعیت جهان امروز نگاه کنیم به وضوح می بینیم که دینهای ایدئولوژیک دیگر توان مدیریت زندگی انسانی را ندارند، نه به این دلیل که مردم بد شدند بلکه چون زندگی انسانی وارد مرحله‌ای شده که در آن عقل، تجربه، علم و آزادی انتخاب نقش تعیین کننده دارد. دیگر نمیتوان با نسخه هایی که برای جوامع قبیله‌ای و بیسواد 1400 سال پیش نوشته شده اند جامعه‌ای چند لایه، پیچیده و آگاه را اداره کرد. هر جا که چنین تلاشی صورت گرفته نتیجهش یا فروپاشی اجتماعی بوده یا خشونت سیستماتیک یا مهاجرت گسترده یا ترکیبی از همه اینها. انسان امروز میخواهد زندگی کند، نه اینکه تمرین مرگ بکند. میخواهد معنا را در همین جهان بسازد، نه در وعده‌ای نامعلوم بعد از مرگ. این خواست نه توطئه است نه انحراف اخلاقی، بلکه نتیجه طبیعی رشد آگاهی انسانی است. درست به همین دلیل است که هر نظامی که زندگی را به تعویق میاندازد و شادی را گناه میداند ناچار به سرکوب میشود، چون بدون زور نمیتوان انسان را وادار کرد برخلاف میل طبیعیش زندگی کند. دینهای ایدئولوژیک وقتی وارد سیاست میشوند ناچارند انسان را کوچک کنند تا خدا و نمایندگانش بزرگ بمانند. اما جهان امروز دیگر پذیرای چنین معامله‌ای نیست. انسان حاضر نیست آزادی، کرامت، بدن، فکر و آیندهش را بدهد تا شاید در جهانی دیگر پاداش بگیرد. این تغییر بنیادین همان نقطه‌ای است که شکاف میان دین سیاسی و انسان معاصر را غیر قابل ترمیم کرده است. به همین دلیل است که هر جا دین از قدرت کنار رفته جامعه با همه مشکلاتش نفس کشیده است و هر جا که دین بر قدرت سوار شده زندگی روزمره به میدان جنگ فرسایشی تبدیل شده است. جنگی بین آنچه انسان می‌خواهد و آنچه ایدئولوژی تحمیل می‌کند. این تضاد نه با اصلاحات سطحی حل می‌شود و نه با بزک کردن مفاهیم کهنه. یا باید انسان در مرکز قرار بگیرد یا دین سیاسی ناچار است با واقعیت جهان مدرن درگیر شود و شکست بخورد. جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به باز تعریف مفهوم انسانیت نیاز دارد، نه از مسیر وحی، نه از زبان پیامبران، بلکه از دل تجربه زیسته انسانها، اخلاقی که از رنج واقعی انسان برمیخیزد. بسیار پایدارتر از اخلاقی است که بر ترس از عذاب بنا شده. آینده جوامع انسانی نه به بازگشت به گذشته بلکه به شجاعت رها کردن گذشته‌های مقدس گره خورده است. گذشته‌هایی که زمانی پاسخ بودند اما امروز خود مسئله اند. بخش 16 حقوق انسانی از دیدگاه ادیان. توجه کنید به کشورهایی در شرق، یعنی مناطقی که اسلام عرب به هر دلیلی نتوانست به آنها یورش ببرد، یا مردمان آن سرزمین‌ها خود را از دین و آیین عربی و خدای آسمانی رهانیدند
این مردمان توانستند مسیر بهتری برای توسعه زندگی خود فراهم کنند. کشورهایی مانند چین، ژاپن، کره جنوبی و حتی هندوستان با وجود تمامی مسائلی که مردم این کشورها از سر گذراندند، در نهایت توانستند فرهنگ منحصر به فرد خود را حفظ کنند و در تولید علم به جایگاه قابل قبولی در جهان برسند. هرچند در این کشورها نیز خرافات در میان مردم جایگاه خاصی دارد، اما نه به شدتی که در کشورهای پیرو ادیان ابراهیمی دیده می شود. چرا که این ادیان در همه امور مردمان کشورهایی که قدرت را به دست گرفتند دخالت کرده است. در مجموع این ادیان تأثیر بسیار منفی بر زندگی مردمان این کشورها گذاشتند. در اینجا می‌خواهیم دیدگاه مردم خاورمیانه درباره ازدواج و تشکیل خانواده را بررسی کنیم. توجه کنید که نگاه دینی اسلام به تشکیل خانواده در این کشورها چنان ریشه دار شده است که کمتر کسی بدون رعایت سفارش‌های دینی این کار را انجام می‌دهد. از آنجا که دین هیچگاه با بردهداری مخالفت نکرده، به مقوله ازدواج نیز با همین دیدگاه برخورد کرده است. به این معنا که داماد برای ازدواج باید مبلغی پول در ازای ازدواج با دختری، حتی زمانی که خواست دو طرف برای تشکیل خانواده وجود دارد، بپردازد. در بسیاری از موارد خانواده‌های دو طرف برای تعیین این مبلغ با یکدیگر چانه‌زنی می‌کنند. با تمام این احوال، بخش عمده مشکلات مردم از جای آغاز می‌شود که رهبران دینی و دینباوران حاکمیتی قدرت یک ملت را به دست می‌گیرند. این قاعده در همه ادیان ابراهیمی مشابه است. مسجد و کنیسه‌داران نیز درست مانند کلیسای قرون وسطی عمل می‌کنند. آنها به مردم سفارش می‌کنند که اگر می‌خواهید عاقبت به خیر شوید، به راهنمایی‌های ما گوش کنید. راهنمایی‌هایی که در عمل چیزی جز ترویج جهل و خرافات نیست. برای مثال به مردم توصیه می‌کنند که اگر به راهنمودهای دین گوش دهند و خواسته‌های آنها را رعایت کنند، پس از مرگ عاقبت به خیر خواهند شد. اما از حقوق انسانی، آزادی انسان و کرامت انسانی در دوران زندگی سخنی گفته نمی شود و تنها وعده بهشت جعلی و ساختگی ادیان مطرح است. در مقابل، هنگامی که همین رهبران دینی قدرت یک کشور را به دست می گیرند، با دستاندازی به اموال ملی زندگی خود را به رفاه کامل می رسانند و آخرت را به مردم حواله می کنند. آنها در آموزش‌های دینی چنین القا می‌کنند که فقر و افسردگی نشانه درستی و دینداری است و شادی، سرزندگی و خوشحالی امری نادرست تلقی می‌شود. رقص و شادی خلاف آموزه‌های دینی معرفی می‌شود. به تبلیغات رژیم 100% دینی ایران توجه کنید. سرشار از گریه‌زاری، ترس و تهدید، به گونه‌ای که حتی پوشیدن لباس با رنگ شاد به ویژه در سالهای ابتدایی حاکمیت ممنوع و غیر دینی تلقی میشد. به کشورهای منطقه خاورمیانه نگاه کنید. چندین قرن است که حرکت شاخصی که به نفع مردم باشد یا در مسیر پیشرفت علمی قرار گیرد یا بنیانی نو به جهان معرفی کند در هیچ یک از این کشورها رخ نداده است. در اغلب این مناطق اندیشه‌های خالص اسلامی یا مستقیما قدرت را در دست دارند یا نقشی بسیار برجسته در ساختار حاکمیت ایفا می‌کنند. مردم این محدوده جغرافیایی همچنان درگیر خرافات و باورهای پوچی هستند که از سوی حاکمیت دینی دیکته شده و می‌شود. حکومت‌های دین باور با در اختیار داشتن تمام ابزارهای ارتباط جمعی از صبح تا شب مردم را زیر باران تبلیغات خرافه‌گرایانه خود قرار می‌دهند و متاسفانه در بسیاری از همین مناطق مردم هنوز منتظرند که حاکمان حق زندگی و آزادی آنها را به رسمیت بشناسند، خواسته‌ای برحق که هرگز از سوی دین باوران محقق نخواهد شد. در حقیقت اگر مشکلاتی که در جهان کنونی تا به امروز میان مردمان به وجود آمده را بررسی کنیم، ریشه بسیاری از آنها در دین و ایدئولوژی نهفته است
تا زمانی که انسانها خود را از ادیانی که دارای خدای آسمانی هستند رها نکنند، همواره با دلهره و تلاطم درونی زندگی خواهند کرد. تلاطمی که از تضاد میان واقعیت‌های علمی ثابت شده و گفته‌های دینی ناشی می‌شود. گفته‌هایی که از طریق تبلیغات حکومتی به طور روزانه بر مردم تحمیل می‌گردد. در چنین شرایطی انسان‌ها نمی‌توانند به طور کامل از زندگی لذت ببرند. زندگی که شانس تجربه آن تنها یک بار به انسان داده شده است. آدم‌هایی که توهم خداباوری را پذیرفتند برای هر عمل خود سنجشی در ذهن دارند. آیا کاری که اکنون انجام می‌دهم برای پس از مرگ درست است یا نه؟ و از آنجا که به رفتار و تصمیم‌های روزمره خود اطمینان ندارند، به رهبران دینی رجوع می‌کنند و از آنان کسب تکلیف می‌نمایند تا مبادا راهشان به سوی بهشت خیالی مسدود شود. و به همین دلیل است که می‌بینیم در کشورهای مسلمان آمرزشنامه فروشی هنوز هم رواج دارد. تنها شکل آن کمی تغییر کرده، اما در اصل ادیان همچنان مشغول فروختن بهشت به مردم هستند. از همین جاست که افراد وابسته به کنیسه، کلیسا و مسجد به راحتی از سوی مردم عادی جامعه احترام و جایگاهی ویژه می‌یابند. گویی مسئله اساسی از زندگی مردم را حل می‌کنند. حتی اگر فردی در حمایت از حکومت‌های دینی اقدام به کشتن انسانی غیر همدین خود کند، پیروان ادیان با آوردن آیه و حدیث آن جنایت را در راه دین می‌نامند و تازه به قاتل پاداش ابدی، یعنی همان بهشت ادیان، وعده داده می‌شود. به شلیک نظامیان به مردم غیر مسلح در خیابان‌ها توجه کنید. این رفتار نیز دقیقاً از همین منطق پیروی می‌کند. حاکمان این عمل را برای فرد شلیک کننده کاری خدایی می‌نامند. مأمورانی که در خدمت رژیم قرار می‌گیرند یا نمی‌دانند کدام کار درست است، یا به خاطر منافع اقتصادی خود به سخنان حاکمان دینی گوش می‌دهند و دست به اعمال غیر انسانی می‌زنند. همه اینها برای آن است که حاکمان در قدرت باقی بمانند و همچنان از جایگاه خود لذت ببرند. شرق و گسترش تمدن در بخش‌های مختلف آن همواره موضوع قابل تأمل بوده است. اما چرا همه مذاهب، چه در دوران باستان و چه تا آخرین دین از ادیان ابراهیمی، از شرق سر برآوردند؟ باید دانست هر انسانی که در خیال خود رویایی می‌پروراند، برای تثبیت و ماندگاری تفکراتش نیازمند مردمی است که به صورت جمعی و با قوانین انسانی در کنار یکدیگر زیسته و جامعه‌ای متمدن را شکل داده باشند. در جوامعی که هنوز به تمدن نرسیده‌اند، هیچ نظریه‌ای ماندگار نمی‌شود و چون مکتوب نمی‌گردد به سرعت به فراموشی سپرده می‌شود. شاید برای بسیاری روشن باشد که قانون همزیستی در جوامع انسانی از شرق آغاز شده است. تمسخر غربی ها نسبت به مردمان شرقی و وحشی خواندن آنها با توجه به تاریخ نچندان دور حاکمیت کلیسا بر غرب و فقدان روابط انسانی مستحکم در آن دوران به سادگی قابل چشم پوشی نیست. این نگاه خود پرسش برانگیز است. چرا اروپاییان مردمان شرق را غیر متمدن می‌دانند؟ آن هم اروپایی هایی که کمتر از یک قرن پیش جنگ هایی به راه انداختند که چیزی جز ویرانی به همراه نداشت. متاسفانه حس خودبرتری در میان مردمان اروپا بسیار دیده می شود. احساسی که تا امروز هزینه های سنگینی برای خود این قاره به همراه داشته است. با کمال تأسف باید گفت آنها جنگ های بسیاری میان خود به راه انداختند و حتی پا را فراتر گذاشته و جنگ‌های خانمانسوز بین المللی ایجاد کردند. در جنگ هیچ انسانیتی میان طرفین وجود ندارد. جنگ اساساً برای نابودی آغاز می شود و هیچ معیار انسانی در آن رعایت نمی گردد. باید اعتراف کرد که نمی توان ذره‌ای از حقوق انسانی را در این نوع نگرش یافت.
حقوقی که اساس رنسانس اروپا بر آن بنا شده بود، گویی برابری حقوق برای تمام انسانها کاملا به فراموشی سپرده است. آن هم از سوی مردمانی که مدعی پیشنهاد دهنده حقوق بشر بودند. حتی در سیاست‌های انتخاباتی احزاب، با شناختی که از فرهنگ غالب جامعه خود دارند، بر همین طبل می‌کوبند تا انتخابات رأی بیشتری به دست آورند. یادم هست یوآل نوح هراری، نویسنده کتاب انسان خردمند و چند کتاب مشهور دیگر، به دعوت نمایندگان مجلس اروپا در جمع آنان سخنرانی کرد و این مسئله را که واقعیت عینی دارد به نمایندگان دولت‌های اروپایی گوشزد نمود. اما به نظر می‌رسد اراده جدی برای رفع این معضل اجتماعی وجود نداشت و سیاسیون این قاره تمایلی به شنیدن چنین نصایحی از خود نشان ندادند، زیرا در رقابت‌های انتخاباتی برای به دست آوردن کرسی‌های قدرت در کشورهای خود از همین روحیه موجود در میان مردم بهره می‌برند و در تبلیغات انتخاباتی نیز به شدت از آن استفاده می‌کنند. این نظریه را به این دلیل مطرح کردیم که درست پس از سخنرانی یوآل هراری تقریباً در بیشتر کشورهای اروپایی راستگرایان خودبرتر توانستند امور حکومتی کشورهایشان را به دست بگیرند. یکی از عادتهای فرهنگی اروپاییان را نیز در اینجا می آوریم. تقریباً در بیشتر نقاط اروپا که شخصاً مشاهده کردم، به دلیل روحیه حاکم بر این جوامع، مردم چه در داخل کشور خود، چه در محیط زندگی و حتی در محل کار، تمایل چندانی به برقراری روابط دوستی با مهاجرانی که سالهای طولانی در میان آنان زندگی می کنند نشان نمی دهند. کمتر پیش می آید که رابطه عمیق و صمیمی با مهاجران، ویژه مهاجران شرقی، برقرار کنند. در این نوشته ها قصد ما این نیست که مردمان روی کره زمین را از یکدیگر متمایز کنیم، بلکه سعی داریم یادآوری کنیم که هر نوع اندیشه‌ای چه مثبت و چه منفی بر سرنوشت جوامع انسانی تأثیر می‌گذارند و پیشرفت و تکامل جوامع انسانی نیازمند کاری جمعی از سوی تمامی مردمان جهان است. در برخی مقاطع مردمانی از شرق و در برخی موارد مردمانی از غرب باعث پیشرفت تکاملی اجتماعی بشر شدند و در آینده نیز خواهند شد. پایان باید این حقیقت همواره در میان ملت‌های مختلف جهان مطرح شود که هیچ انسانی صرفاً به دلیل انسان بودن با علائم و مشخصات خاص برتر یا فروتر از انسان دیگر نیست. نه رنگ پوست و مو و نه محل زندگی برای انسانها امتیاز، شخصیت یا احترام ویژه‌ای می‌آفریند و نه چیزی از انسانیت و خواسته های انسانی آنان می‌کاهد. بی تردید افرادی در گوشه و کنار جهان وجود داشتند که با نظرات، پیشنهادها، اکتشافات و یافته‌های خود روند پیشرفت و تکامل انسان را تسریع کردند و چه در زمان حیات و چه پس از مرگ مورد تحسین جهانی قرار گرفتند. در مقابل کسانی نیز بودند که در دوران زندگی خود باعث نابودی، عقب ماندگی، فقر، بیماری و کشتار انسان‌های بیشماری شدند و همچنان تفکراتشان به دشمنی میان انسان‌ها دامن می‌زند. جدا از جلادان و دیکتاتورهایی که همگان آنها را می‌شناسند، نباید به سادگی از تبعیض‌هایی که مذاهب میان انسان‌ها قائل شده‌اند و می‌شوند عبور کرد. برای نخستین بار زیر پرچم دین و آیین انسان‌ها به کشتن یکدیگر پرداختند. هر یک از طرفین قتل طرف مقابل را بر اساس باور خود کشتن در راه خدا و پیامبر دانست. افزون بر این، کسانی که در راه دین خود مرتکب جنایت و قتل می‌شدند، از سوی همدینان خود مورد حمایت قرار می‌گرفتند و حتی با تشویق پیامبران و رهبران دینی مواجه می‌شدند. از همین رو جنایت و قتل در میان انسان‌ها آسان‌تر شد و اگر قاتل و مقتول دارای دو باور دینی متفاوت بودند، باور دینی قاتل در حاکمیت قدرت داشت، قاتل به راحتی از عمل خود احساس خرسندی و رضایت می‌کرد.
ادیان و آیین‌ها برای منافع گروهی خود تلاش می‌کنند به هر قیمتی قدرت بر مردم را به دست آورند و برای رسیدن به این هدف از هر تعبیر، گفته بی اساس و جعل تاریخی در تبلیغات دینی بهره می‌برند. برای مثال، پیروان دین یهود که نیاز به توضیح چندانی ندارد، برای ماندگاری دین خود بسیاری از اعمال را برای خیش مجاز می‌دانند. کشیشان مسیحی نیز می‌گفتند ما پیروان راستین فرزند خدا هستیم و کسانی که این دین و آیین را نمیپذیرند باید کشته شوند. از همین رو با یهودیان و مسلمانان در ستیز بودند. مسلمانان نیز میگویند هر کس به پیامبر و خدای آنان ایمان نیاورد کافر است و ریختن خون او مباح. بدین گونه دین قتل و جنایت را در میان انسانها رایج‌تر کرد. قصد این نیست که گفته شود پیش از ظهور ادیان انسانها با یکدیگر نمی جنگیدند یا همدیگر را نمی کشتند. منظور این است که ادیان به قتل، غارت و تجاوز میان گروه‌ها مشروعیت بخشیدند و در نتیجه قاتلان و غارتگران دیگر احساس گناه نمی کردند، بلکه حس قهرمان بودن و افتخار بر پایه آموزه‌های دینی در آنان شکل می گرفت و حتی تشویق یاران خود را نیز به همراه داشت. از همین روز که ادیان بیش از پیش به نابسامانی و هرج و مرج در جوامع بشری دامن زدند. اگر از این زاویه به جوامع مذهبی نگاه کنیم، مشاهده می شود که در واقع خود ادیان بیش از هر عامل دیگری موجب ترویج جرم و جنایت در میان مردم جهان شدند. زیرا وقتی کشتن انسانی صرفاً به دلیل اختلاف عقیده نه تنها باعث ابراز تأسف نمی شود، بلکه نشانه تعصب و پایبندی بیشتر به دین تلقی می گردد، بدیهی است که چنین افرادی در دفعات بعد آسانتر دست به جنایت، نابودی و غارت به نام دین و خدا می زنند، چرا که از سوی همکیشان خود به خاطر کشتن غیر همکیش مورد تشویق و تحسین قرار می گیرند. در جوامعی که کشتن مخالفان فکری و ایدئولوژیک حاکمیت مایه افتخار شمرده می شود، انسانیت و همدلی کمترین جایگاه را خواهد داشت. در چنین جوامعی دو دستگی میان پیروان دین حکومتی و دیگر مردمی که دیدگاه متفاوتی از انسانیت دارند شکل می گیرد، چه در عرصه سیاسی، چه دینی، چه روابط اجتماعی و چه قوانین و احکام حکومتی. این اختلافات در باور میان حامیان حکومت و کسانی که خارج از چارچوب دیدگاه‌های حاکمیت قرار دارند به قتل فردی بیانجامد، در صورت که مقتول غیر خودی و قاتل خودی باشد، جایگاه این دو انسان در قوانین حکومت‌های دینی برابر نخواهد بود. حاکمان دینی میگویند رضایت خدا و رسول بر این است که ارزش جان یک مسلمان با غیر مسلمان یا منتقد حاکمیت برابر نباشد و در چنین مواردی حاکمیت دینی برای ترویج دین خدا باید حکم صادر کند. همه می‌دانند بسیاری از انسان‌ها دوست دارند هم زندگی دنیوی را با خوشی بگذرانند و هم روایت‌های ادیان درباره زندگی پس از مرگ واقعی باشد. انسان‌های دیندار می‌توانند بهترین تفاصیل را از قصه‌های ساخته شده ادیان بشنوند و بپذیرند، هرچند با اندکی تأمل می‌توان دریافت که ادیان روابط اجتماعی میان انسان‌ها را تخریب می‌کنند. با این حال بسیاری مایلند روایت دینی پس از مرگ درست باشد، با وجود آنکه نه کسی از آن سو بازگشته و نه هیچ دانشی توانسته صحت این قصه‌های کودکانه را اثبات کند. در نهایت این مسئله بیشتر یک احساس است. فرد یا آن را میپذیرد یا رد میکند. به طور کلی هرگاه دین یا آیینی حاکمیت منطقه‌ای یا قاره‌ای را به دست گرفته، سرانجام به یکسونگری ختم شده است. زیرا کارکرد اصلی دین ترویج ترس، جهل و خشونت برای واداشتن مردم به اطاعت است. ادیان هیچگاه استدلال منطقی پایداری برای پیروان خود نداشتند و همواره با وعده پاداش یا تهدید به مجازات در دنیا و آخرت عمل کردند. نمونه آن 1000 سال حاکمیت کلیسا در اروپا یا قدرتگیری اعراب مسلمان مهاجم
در مناطق مختلف جهان است که مردم آن سرزمین‌ها را به زیر سلطه خود کشاندند و از هیچ جنایتی فروگذار نکردند. یا کشوری با باور دین یهود که همگان می‌دانند چه اعمالی انجام می‌دهد که حتی در تخیل انسان نمی‌گنجد، فقط برای حفظ نخستین دین ابراهیمی. حتی در دوران نچندان دور رفتار حکومت کمونیستی شوروی سابق با مردم خود را می‌توان دید که سرانجام به کجا انجامید؟ دیکتاتوری محض. در شوروی کمونیستی نظام اقتصادی تقریباً مشابه دوران سلطه کلیسا در اروپا بود. در آن دوران تمام زمین‌های کشاورزی در اختیار کلیسا قرار داشت و در شوروی تمام زمین‌ها در اختیار دولت کمونیستی بود. اما تفاوت نظام‌های فلسفی انسانگرا با ادیان خدایی در این است که هنگامی که مردم در می‌یابند یک الگوی فلسفی حکمرانی به هر دلیلی کارآمد نیست، می‌توانند آن را بدون احساس خطر یا سرافکندگی کنار بگذارند. آنان می‌دانند که با پیشرفت اجتماعی و یافته‌های جدید علمی تغییر متناسب با زمانه ضروری است. در غیر این صورت عقب ماندگی یک جامعه در مسیر تکامل اجتناب ناپذیر خواهد بود. اندیشه‌های کهنه جای خود را به تفکرات نوتر و بروزتر می‌دهند و این همان ضرورت تکامل اجتماعی است. توجه کنید که تا به حال هر جای دنیا که حکومتی با ایدئولوژی خاصی برقرار شده به هیچ وجه پیام‌آور آزادی و دموکراسی برای انسان‌ها نبوده، بلکه دقیقاً برعکس عمل کرده است. ادیان زندگی انسان‌ها را در برابر وعده پس از مرگ با دروغی به نام بهشت معامله می‌کنند. حاکمان دینی سفارش می‌کنند به دین و احکام ما ایمان بیاورید تا پس از مرگ زندگی ابدی داشته باشید. همان منطق نقد زندگی را بده تا نسیه آخرت را به تو بفروشم. آن هم وعده‌ای که هیچ سندیتی ندارد و تنها از قصه های بجامانده از نیاکان تغذیه می‌کند. جای تعجب است که چگونه انسان‌های دیندار امروز حاضرند زندگی واقعی را با نسیه‌ای پس از مرگ معاوضه کنند. واقعیت زندگی در آزادی و رعایت حقوق انسانی است، حقوقی که باید در همین حیات برای انسان‌ها وجود داشته باشد. چرا باید این واقعیت را کنار گذاشت و به گفته‌های درگذشتگانی باور آورد که روایت‌هایشان در قالب قصه منتقل شده است؟ چرا باید زندگی آزاد را با توهمی به نام خدا و بهشت ابدی عوض کرد؟ با وجود همه این توصیفات، اشکال کار در چیست که هنوز در بسیاری از کشورهای شرقی، به ویژه کشورهایی که دین رسمی آنها اسلام است یا دین در رأس حاکمیت قرار دارد و برای مردم تعیین تکلیف می‌کند، چنین وضعیتی ادامه دارد. مشکل اصلی در این نظام‌ها نبود آزادی برای مردم جامعه است، زیرا دین با مفهوم آزادی و حق انسان مسئله دارد. چند سردمداران دینی عبارتی به نام مردم سالاری دینی را مطرح می‌کنند، اما باید دانست این جمله چیزی جز یک دروغ نیست، زیرا در این نظام‌ها هر حقی متعلق به خدا دانسته می‌شود. آیا جمله خدا در جای حق نشسته است را شنیده ای؟ رهبران دینی برای اثبات ادعای خود گاه از طریق رسانه‌ها نمایشی از انتقاد درون حاکمیتی راه می‌اندازند و ضعف‌ها و بی‌کفایتی‌های خودشان را جار می‌زنند تا القا کنند که ما در کنار مردم از ناشایستگان انتقاد می‌کنیم و این را نشانه دموکراسی در دین و آزادی می‌دانند. اما واقعیت این است که این کشورها دارای دین سالاری حکومتی هستند. اگر کسی بخواهد با اندیشه‌های دینی حاکم مخالفت جدی کند، با خطر جانی روبرو می‌شود. در این حکومت‌ها رهبران دینی و خود دین نباید مورد انتقاد یا سرزنش هیچ فرد یا گروهی قرار گیرند. این خط قرمز حکومت دین سالار است، هرچند سایر افراد حاکمیت را میتوان نقد کرد. وقتی جامعه‌ای با دین سالاری اداره شود، سرانجام آن به بدترین نوع دیکتاتوری ختم خواهد شد، زیرا در این نوع حکومت‌ها هیچ چیز مهمتر از دین و رهبر دینی نیست و همه مردم در برابر این دو اصل بی ارزش تلقی می‌شوند.
بارها شنیده ایم که آخوندهای حاکم بر ایران گفتند برای ماندگاری دین خدا و رسولش اگر لازم باشد نیمی از جامعه جان خود را از دست بدهند اهمیتی ندارد، زیرا از نگاه آنان ارزش دین خدا بالاتر از زندگی مردم است. باید دانست که در چنین سیستم‌های حکومتی هر ایده جدیدی که در دیگر نقاط جهان در مسیر پیشرفت‌های علمی و اجتماعی شکل بگیرد اگر با دین حاکم بر کشور در تضاد باشد ممنوع می شود و اجازه ورود به جامعه را پیدا نمی کند. برای مثال آزادی‌های فردی که یک اصل جهانی و انسانی است از سوی دینداران حاکم سرکوب می شود. آنها حتی در خصوصی ترین بخش‌های زندگی افراد نیز دخالت می کنند. نمونه روشن آن دوران پس از انقلاب 57 است. نه تنها به پوشش مردم ایراد گرفته میشد، بلکه اگر صدای موسیقی از خانه‌ای شنیده میشد مأموران وارد خانه میشدند و برای اعضای خانواده مشکل ایجاد میکردند. این واقعیت حکومت دینی است، حکومتی که به خود اجازه میدهد در خصوصی ترین امور زندگی مردم دخالت کند. در برخی کشورها زمانی که مردم در میابند توان نظامی مقابله با دشمن را ندارند به داشته‌های فرهنگی و تمدنی خود پناه میبرند و دشمن را در تقابل فرهنگی وادار به عقب نشینی میکنند. از همین رو همانطور که در متن نیز اشاره شد حفظ و نگهداری فرهنگ و تمدن برای جوامع انسانی امری حیاتی است. هرچند ممکن است بر اثر جبر تاریخ یا برداشت نادرست بخشی از جامعه از یک جریان دینی یا ایدئولوژیک قدرت طلبان بتوانند مدتی حاکمیت را در دست بگیرند، اما تردیدی نیست که در تقابل با فرهنگ و تمدن مردم دوام چندانی نخواهند داشت، به شرط آنکه مردم همگام و همراه شوند، حتی اگر حاکمیت یکسونگر دینی یا غیر دینی سلاح و ثروت مردم را برای سرکوب همان ملت در اختیار داشته باشد. نتیجه گیری: هدف از این نوشتار بررسی نقش تخریب کننده ادیان در روابط جوامع انسانی بود و نشان دادن این واقعیت که هر جا دین به قدرت میرسد روابط و همدلی میان مردم همان جامعه کمرنگ می شود، زیرا دین تخریب کننده روابط انسانی است و معیار اصلی آن میزان سرسپردگی افراد به خدا، پیامبران، امامان و در نهایت رهبر دینی وقت است. در کلیت ادیان مروج جهل، خرافه، جرم، جنایت و بی‌تفاوتی انسانها نسبت به یکدیگرند. این پرسش مطرح می شود که چرا ادیان چنین می کنند؟ پاسخ روشن است: برای جلوگیری از شکل‌گیری همدلی و اتحاد میان مردم، همان اتحادی که لازمه انسانیت و مقاومت جمعی در برابر احکام ضد بشری دینی است. رهبران دینی به خوبی می‌دانند که همدلی مردم بقای آنها را به خطر می‌اندازد. از این رو آگاهانه به تفرقه و از هم پاشیدن پیوندهای اجتماعی دامن می‌زنند. کافی است به حاکمیت دین در قرون وسطی نگاه کنیم و ببینیم چه بلایی بر سر مردم اروپا آورد، یا به مشکلاتی که دین در ایران و دیگر جوامع خاورمیانه ایجاد کرده است. بررسی تاریخ نشان می‌دهد که ارجحیت مسائل دینی بر نیازهای انسانی باعث شده بسیاری از کشورهای این منطقه رنگ آسایش را نبینند و مردم همواره با دلهره از تصمیم‌های حاکمان دینی زندگی کنند. با این همه پرسش اساسی باقی می‌ماند: چرا دین همچنان پیرو دارد؟ پاسخ در منافع حاکمان نهفته است. دین ابزاری برای تعیین حد و مرز زندگی مردم و حفظ قدرت سیاسی است. اطاعت جوهره احکام دینی است. دین هیچ دستاورد مفیدی برای انسان عادی ندارد. کارکرد اصلی آن حفظ سلطه بر مردم است. به همین دلیل کشورها را با برچسب دینی معرفی می‌کنند: کشورهای مسلمان، کشورهای مسیحی و مانند آن. پس با تمام این اوصاف ما در شرق به ویژه در خاورمیانه و مخصوصا ایران نیازی به نوعی رنسانس نداریم، زیرا انسان محوری از دیرباد در فرهنگ و تمدن ما وجود داشته.
دارد و خواهد داشت. همانطور که گفته شد، اگر از عصر روشنگری اروپا یاد می‌کنیم، نیاز اصلی جوامع ما الزاماً پیشرفت‌های علمی به تنهایی نیست، بلکه پیش از هر گام دیگر وجود فلسفه‌ای ضروری است که با معیارها، روحیات و زیست جهان مردم شرق به طور اخص خاورمیانه همخوانی داشته باشد. فلسفه‌ای که مردم با باور به آن از دین و قصه‌های دینی فاصله بگیرند و به سوی همدلی و انسانیت حرکت کنند تا جامعه‌ای سالم شکل بگیرد. زیرا همان گونه که می‌دانیم در واقعیت نهفته دین انسانیت جایگاهی ندارد، حالان که انسانیت لازمه زندگی اجتماعی مردمان است و با انسانگرایی اتحاد میان افراد جامعه شکل می‌گیرد، چیزی که دین با آن سر سازگاری ندارد. بر اساس داشته‌های تاریخی مردمان مشرق زمین باید فلسفه‌ای در این مناطق شکل بگیرد که تمام روحیات و خلقیات این مردمان را در نظر بگیرد، از آنجا که در این مناطق نگاه انسانی و احساس مسئولیت نسبت به هم نوع پیش از پیدایش ادیان وجود داشته و احترام به انسان، رعایت حقوق دیگران و توجه به هم نوع در داستانها و باورهای فرهنگی این مردمان به صورت گسترده وجود داشته است و ادیان در واقع خود را از همین تمدن‌ها کامل کرده‌اند، باید فلسفه‌ای متناسب با این بستر فرهنگی تدوین شود. در غیر این صورت مسئله اصلی مردم حل نخواهد شد و در نهایت با تسلط حاکمان جدید مشکلات بار دیگر خود را نشان خواهند داد، چرا که هر نوع ایدئولوژی در چارچوب مجموعه‌ای از ایده‌های خاص خود را تعریف می‌کند و زمانی که برای مردم چارچوبی بسته و از پیش تعیین شده ایجاد شود، سرانجام ناهنگونی و یکسونگری پدید می‌آید. چه کسی تصور می‌کرد با آن میزان همدلی مردم در انقلاب 57 رژیم دینی تا این اندازه سریع به یکسونگری مطلق برسد و در مدت کوتاهی دست به چنین جنایاتی بزند؟ هرچند مردم در آن سالها تحت تأثیر تبلیغات دروغین دینی تا حد زیادی مسخ شده بودند، اما کمتر کسی انتظار داشت که رژیم اسلامی به سرعت خواست و اراده مردم را نادیده بگیرد، به مطالبات مردمی ارزشی ندهد و تمامی نظریات ولی فقیه وقت که آشکارا در تضاد با انسانیت بود و هست را مبنای عمل قرار دهد. همانطور که پیشتر گفته شد، دین و خواسته های انسانی در کنار هم امکان پذیر نیستند، درست همان گونه که دین و علم با یکدیگر سازگار نیستند. علم برای اثبات یک موضوع به آزمایش‌های تجربی متکی است. در آینده ما ایرانیان باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا دین در سیاست کشور هیچ گونه دخالتی نداشته باشد و صرفاً به عنوان امری شخصی و در حیطه علایق فردی افراد جامعه باقی بماند. تجربیاتی که از عملکردهای بسیار مخرب دین و استفاده دینباوران قدرت طلب بر مردمان جهان تحمیل شده نباید هرگز فراموش شود. این واقعیت باید همواره برای آیندگان بیان گردد و به روشنی گفته شود که وجود دین برخلاف تبلیغاتی که درباره خود انجام داده در عمل موجب ترویج جهل و ارتکاب جنایت بوده است. این با ایجاد تفرقه در میان جوامع انسانی سبب شده است که شمار بسیار زیادی از مردمان جهان جان خود را از دست بدهند. پایان. نگارش علیرضا غلامی 1404. audiobook.com